بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على أمير الأنام سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بیننده های عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، نخست در هر کجایی که هستید و در هر کجایی که دارید همین حالا تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما عزیزان عرض سلام و ادب فراوان داریم. با یکی دیگر از برنامه های قلب آسیا خدمت شما بیننده ها هستیم و موضوع برنامه این هفته ما انشاءالله راجع به مشکلات محصلین در افغانستان است که همراه با همکار بینهایت عزیزم محترم استاد رحیمی صاحب خدمت شما خواهیم بود. تشکر جناب استاد. من هم سلام و احترامات خاص خود به تمام بیننده های شبکه جهانی وصال حق برنامه قلب آسیا تقدیم می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و امیدوار هستم که تا آخرین لحظات برنامه با ما باشید و از چیزهایی که در برنامه تحت بحث و بررسی قرار میگیره استفاده بکنید. تشکر جناب استاد. سلامت باشین استاد. با عرض سلام مجدد خدمت تک تک بیننده های عزیز و گرامی، طوری که عرض کردیم موضوع برنامه این هفته ما بررسی مشکلات محصلین در افغانستان است. راجع به این موضوع انشاءالله همین حالا مهمان گرامی داریم از کابل، استاد نورالله کوثر، استاد دانشگاه های کابل هستند. استاد اگر صدای ما را میشنین، ما خدمت شما به نیابت از خود ما و اصالتا از طرف خود ما و بیننده های عزیز و گرامی خدمت شما عرض سلام و ادب داریم. من هم به نوبه خود سلام های خدمت شما و بینندگان حق دوست، حق پال و آنانی که در وصال حق هستند سلام های پر از محبت و صمیمیت خود را خدمتتان عرض می دارم. سلامت باشین استاد. با عنوان اولین سوالی برنامه که طوری که گفتیم برنامه را موضوع برنامه مشکلات محصلین در افغانستان است و طوری که همه بیننده های عزیز می دانند محصلین یا قشر محصل قشری هستند که به اصطلاح آینده سازهای کشور هستند، آینده سازهای جامعه هستند و محور اصلی رشد و شکوفایی جامعه را تشکیل می دهند. به عنوان جهتی که می خواهیم این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، از استاد محترم سوال اول ما است که نقش دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی را در جوامع مختلف بشری به خصوص در جامعه افغانستان چگونه بررسی میکنند استاد گرامی؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي انقذنا برسالاته الى رضوان الله وعلى آله واصحابه الذين فازوا بمجاهدتهم جنان الله. اما بعد، جای شک نیست که مراکز دینی، مراکز تعلیمی، مراکز به عنوان دانشگاه های علوم در عرصه های علوم انسانی، علوم تجربی، همهش از اهمیت والای برخوردار است و این مقصدی بود که انبیاء علیهم السلام به خاطر این آگاهی و فهماندن مردم و به منظور سعادت دنیا و آخرت مردم مبعوث شده بودند. به ویژه پیامبر من آخر زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای اولین بار با علم میآید و مرکز ابتدایی که درست میکنن خانه ارقم ابن ابی الارقم یا ابتدایی ترین دانشگاهی بود که از آنجا علوم آدمیت و علوم انسانسازی از اونجا گسترش پیدا میکنه. آهسته آهسته به مدینه میاین
مرکزی را درست میکنن به نام مسجد نبوی و بالاخره در طول تاریخ پر افتخار صدر اسلام ما میبینیم که مراکز از علوم جور میشه. بعدها در خلافت اموی ها، عباسی ها و خلافت اتراک عثمانی دیده میشود که مراکز بزرگی از اهم از علوم الهی و علوم تجربی بشر و علوم انسانی یا بشری مراکز جور میشه که هر کدامش به نوبه خود در ساختار جامعه و در سلامت جامعه نقش بسزایی داشته. دانشگاه های کنونی هم در تمام ممالک به ویژه در افغانستان از جایگاه بسیار والایی برخوردارند. چنانچه از نامش پیداست ما در زبان ملی خود به نام پوهنتون ها یاد میکنیم و یا دانشگاه ها. این پوهنتون ها و دانشگاه ها مراکز بزرگی از تنویر و مراکز بزرگی از روشنایی بخشیدن و تنویر اذهان و قلوب محصلین است. در افغانستان دانشگاه حائز اهمیت خیلی والاست. یعنی بعد از اینکه ما مقدسات داریم، به مقدسات خود احترام میگذاریم، به مساجد و قرآن عظیم شان و مدارس دینی ما و آن چیزی که برمیگرده به زندگی تقدیسی ما و زندگی تقدس حیات ما و اعتقادات و ایدئولوژی ما، دومین اهمیت را برای دانشگاه ها و دیده می شود که از این دانشگاه ها رهبران جامعه، آنانی که جامعه را گردانندگی میکنن، از دانشگاه ها تقدیم میشن. ولی لحاظا با در نظر داشت این مقدمه واضح گفته میتونیم که دانشگاه ها اهمیت خیلی والا داره که حتی در کلمات نمیتوان بگنجد. تشکر جناب استاد. شما در مورد نقش جامعه ها و دانشگاه ها در پیشرفت یک جامعه پیشرفته و مترقی صحبت هایی داشتین و گفتین که دانشگاه ها البته از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایجاد دار ارقم ابن ارقم که پیامبر صلی الله علیه و سلم مرکز علمی و فرهنگی را بنیاد گذاشت تا به امروز برای تنویر اذهان و قلوب محصلین و دانشجویان دانشگاه ها برا انداخته شده. ما میایم طرف کشور عزیز ما افغانستان، چون موضوع برنامه امروز ما مشکلات محصلین در افغانستان هست. وقتی که در افغانستان میایم دانشگاه کابل البته از قدیمترین دانشگاه های افغانستان به شمار می رود و حدود 40-50 سال قبل یکی از بزرگترین مراکز علمی و فرهنگی در آسیای میانه نیز به شمار می رود. آیا میشه در مورد تاریخچه از دانشگاه کابل برای ما معلوماتی فراهم بکنید و همچنین آیا امروز هم دانشگاه کابل را شما به همان منوالی که 40-50 سال قبل بود و حیثیتی که داشت به همان منوال هست و یا خیر؟ دانشگاه یا پوهنتون کابل چنانچه شما گفتین واقعا به سطح منطقه در نیمه اخیر قرن 20 میلادی و اوایل قرن 35 قرن 14 هجری شمسی استاد محترم، 14 هجری قمری، 14 نیمه اخیر 14 هجری قمری که حوالی 80 سال بدین طرف جایگاه بسیار عمده به سطح منطقه و به سطح آسیا و حتی گفته میتونیم که بسیار زیاد از کشورهای اروپایی و غرب مثیل آن را نداشتند، بجز از چند پانتون‌های معدودی به نام آکسفورد و کمبریج و تورنتو و امثال از این دیگر دانشگاه‌های به این معیار نبودند. شما میدانیم که اینجا به فوق تخصص می آمدن از کشورهای همسایه و از کشورهای دور و نزدیک برای آموختن زبانها فوق تخصص اینجا داشتیم ما. ولی متاسفانه پس از انقلاب شوم 7 ثور و کودتای 7 ثور که همه نقشه را برهم ریخت، متاسفانه که سیستم تحصیلی ما به ویژه پوهنتون کابل آسیب بسیار فراوان دید. اون انقلاب هایی که اینجا شد و نظریاتی که وارد پوهنتون کابل شد، هم از نظریات مارکسیزم و مارکسیستی و نظریات لیبرالی که وارد شد، خصوصا در دهه‌ای که در افغانستان از دهه 40 به نام دهه دموکراسی در مطبوعات افغانستان معروف است، دهه 40 یعنی از 1340 تا 1352 که سالهای اخیر شاه ظاهر شاه بود، سالهای اخیر شاه محمد ظاهر بود. در این سالها
آهسته آهسته پوهنتون کابل داشت به یک میدان جنگ افکار، به یک میدان جنگ میان ایدئولوژی ها مبدل شد که اینجا ایدئولوژی های لیبرالی وارد پوهنتون میشه، ایدئولوژی های مارکسیستی و نظریات کارل مارکس و انگلس و امثال آن، نظریات ماوی چین وارد میشه و بالمقابل نظریات از مبارزین اسلام و مسلمان ها که از اون جمله میتونیم اخوان المسلمین مصر وارد حوزه علمی پوهنتون کابل میشه. آهسته آهسته به یک مجادله از افکار تبدیل میشه و شکل اصلی که تحقیق و پژوهش و تدریس بود اون آهسته آهسته به نهضت کشی های حزبی و ایدئولوژیک کشانیده می شود. بعد از اینکه تا سالهای 57 دوام میکنه، یعنی با تقویم افغانستان، تقویم رسمی افغانستان، تقویم هجری شمسی تا 1357 که حوالی اوایل 1400 هجری قمری میشه، پوهنتون کابل بعد از این کلا یک رنگ سرخ برای خود میگیره که مجبورن مردم به نظریات کشانیده میشوند، در غیر از او تهدید به مرگ، بندیخانه ها و اینا که باعث میشه تعداد بزرگی از محصلین، استادان اینا به هجرت مجبور شوند و آهسته آهسته پوهنتون اعلا بتن و ما امروز به صدها بلکه به هزاران محصل داریم که سال اول، دوم، سوم و حتی چهارم سال فراغتشان بود ولی پس از کودتای هفتم ثور مجبور میشن اینا پوهنتون ترک بگویند و به دیار هجرت خارج از افغانستان مهاجر شوند. این آهسته آهسته رنگ سابقه علمی تحقیقی پوهنتون کابل را آهسته آهسته به یک میدان مبارزاتی انقلاب مبدل می سازد. پس از اینکه کمونیست ها در سال 71 شکست میخورند و مجاهدین وارد صحنه میشن، متاسفانه با جنگ هایی که رخ می‌دهد داخل کابل و در اکثر نقاط افغانستان به ویژه پوهنتون کابل بزرگترین قربانی میده، تأسیساتش خراب میشه و به یک میدان کلا میدان مطلق جنگی مبدل میشه که احزاب گوناگون گاهی یک حزب بالای آن حاکم میشه، گاهی حزب دیگری، گاهی دیده میشود که یک تعداد از گروه ها وارد پوهنتون میشه و گاهی گروه مغلوب میشه گروه. بالاخره تا به اوایل سالهای 1380 آهسته آهسته پوهنتون کابل الان دوباره تلاش شروع کرده تا بتانه اون مجد و شرف و اون یک نامنیکی که در عرصه علمی تحقیق و در عرصه تقدیم خدمات علمی و تحصیلی برای محصلین چه به سطح کشور و چه به سطح منطقه و حتی فراتر از منطقه به سطح کشورهای اروپایی و از روسیه که اینجا می آمدن برای آموختن زبان دری و زبان پشتو تخصص و فوق تخصص می گرفتن. اونا آهسته آهسته و یا برای خاطر آموختن فرهنگ و کلتور ثقافت اسلامی افغانی ما می آمدن می آموختن، آهسته آهسته اون به فرار کرد. پس از یعنی در طول 13 سال به این طرف یک تلاش شروع است. سوال عمدم همین است که در این طی 13 سال اخیر که افغانستان نسبتاً یک دوره آرام تجربه کرد و کمک های بین المللی هم به کشور سرازیر شد، دولت افغانستان و حکومتی که طی 13 سال در افغانستان حاکم بود و فعلا هم حاکم است چگونه توانسته که از امی فرصت 13 سال و از این سرازیری کمک های خارجی به نفع بالا بردن سطح علمی دانشگاه ها در افغانستان دیگه اقدام بکنه و کار بکنه؟ ایره چگونه شما بررسی میکنید؟ اگر ما با چشم انصاف ببینیم و نسبی تفاوت ها را بسنجیم، نسبتاً که خوب شده نسبت به 20 سال گذشته خودش یا به 30 سال گذشته خودش، اما آنچه که توقع ما محصلین، استادا و دانشجویای این پوهنتون توقع دارند و به پیمانه که متاسفانه ما از بسیار فرصت ها استفاده اعظمی نتانستیم کرده و بسیار پول هایی که می بایست تأسیسات درست می شد روی از او برای پهنزه ها و دانشکده ها توسعه بخشیده می شد، دیپارتمنت های ایجاد می شد
توسعه برای دیپارتمنت های موجود بود و آهسته آهسته کادرهای زیاد علمی جذب میشد. یعنی ما هر سال یک عده معدودی را که شاید کمتر از 20,000 باشه به پانتون کابل ما جذب کرده میتونیم و متباقی یا به پانتون های سایر و یا به نیمه عالی و خصوصی و یا بی نتیجه میمانه. این یک مشکل دیگری است که ما باید کارهای بسیار عظیم و بزرگی را میکردیم. در این 13 سال بعض کارهای خوب هم شده، از جمله تأسیس یک سلسله پانزه‌های جدید ما در پانتون کابل قبلا نداشتیم، ولی در این سالهای اواخر تأسیس شده یک سلسله دانشکده ها و پانزه‌ها. همچنان در پهلوی ازی در پانتون کابل ما رشته های ماستری را که تقریبا امروز 5-6 رشته ماستری در شریعه و قانون، یک رشته ماستری است که بنده هم افتخار فراغت آن دوره ماستری را دارم از شریعه و قانون پانتون کابل. سال گذشته فارغ التحصیل شدیم. همچنان دوره دوم ما بودیم، دوره گذشته هم از ما بود و 4 دوره تا امروز فارغ داده. در پهلویش یک دوره دیگری از ماستری شروع شد در تعلیمات اسلامی در بخش حدیث و تفسیر شروع کردن. همچنان قرار است که ثقافت هم ماستری رو شروع کنه. در زبان و ادبیات عربی، در زبان و ادبیات دری، در زبان و ادبیات پشتو هم ماستری و حتی دکترا بالفعل جریان داره. در اقتصاد، در حقوق، در اداره و پالیسی و در پانزه‌های متعدد و فکر کنم انجینری هم آیسته آیسته کار داره. این یک دستاورد مثبت است، واقعا ما به چشم مثبت نظر میکنیم، ولی نمیتونه اشباع ما محصلین و استادا و ملت را عطشان ما را سیراب بسازه و ما را تشنگی ما را رفع بسازه و عطشان ما هنوز هم بیشتر و بیشترتر میخواهیم که خدمات گسترده تر شود تا پانتون کابل آن جایگاهی که ما 40-50 سال قبل از امروز داشتیم آن جایگاه را دوباره به دست بیاریم. و استاد، اما متاسفانه شما ذکر کردین در ارتباط به اعطای درجه ماستری و دکترا، متاسفانه طبق آماری که از طریق سایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارائه شده، تعداد کلی استادهایی که در دانشگاه‌های مختلف افغانستان مشغول تدریس هستند، تعداد کلی از اینا را حدود 170 چند تنه که از جمله 7 تن اونا را زنها تشکیل میتن ارائه کرده. آیا میشه با این کشوری که مثلا طی 13 سال گذشته در دوره که گفتیم نسبتا آرامی را تجربه کرده، چرا تعداد زیاد محصلین ما از خارج از کشور، از کشورهای عربی، از کشورهای اروپایی و از کشورهای همسایه چون پاکستان و ایران و امثال هم دیگه اینجا مشغول تحصیل بودن؟ آیا یعنی جای تعجب نیست که تعداد کلی دیگه استادایی که درجه دکترا دارن در افغانستان و مشغول تدریس در دانشگاه‌های کشور هستند به این تعداد محدود برسن؟ ما متاسفانه که در ظرفیت و جذب ظرفیت هنوز هم با مشکلات بسیار عمده داریم. ما شخصا با روابط شخصی بیشتر از 10 دکتر را میشناسم که منتظر هستند در یکی از جاهای یا اکادمی علوم افغانستان که کادر علمی جذب میکنه و یا پانتون‌های دولتی. بغیر از این کادرهای علمی به عنوان کادر علمی جای دیگه جذب شده نمیتونه. فقط اکادمی علوم افغانستان است که یک ظرفیت محدود داره و خیلی محدود است و همچنان پانتون کابل، پانتون پلی‌تکنیک، پانتون تعلیم تربیت و پانتون طبی، 4 پانتون در داخل کابل و در اطراف هم به همانند یک پانتون‌های محدود. متاسفانه که ما در جلب و جذب ظرفیت‌ها و کادرهای علمی خصوصا تخصص و فوق تخصص ما خیلی زیاد هم ظرفیت سازی نکردیم و وزارت محترم تحصیلات عالی باید یک سرمایه هنگفتی را هزینه میکرد برای جذب این اساتید. اینطوری که ما نداریم. ما دانشمندایی که از کشورهای عربی، دانشمندایی که از کشورهای افریقایی، همچنان از کشورهای همسایه ما با بسیار زیاد داریم. بعضی کشورها متاسفانه که دکترات و ماستر تولید میکنن، اصلا اونا فارغ نمیدن، همانند ماشین تولید میکنه که ما در دور پیش خود داریم. 2 سال نمی باشه، پس از 2 سال الان که ما 12 خبر داشتم 12 داشت، پس از 12 میبینیم که با یک دیپلم دکترا در زیر بغل آمد و وارد کشور شده. این که یک طرف قضیه است، اون باید او را مد نظر داشته باشیم
که بعضی کشورهای دور پیشمان چنین هستند که تولید میکنن ماستر و دکتر را قبل از اینکه او را فارغ بتن و یا بالاش درس بخوانند. در پهلوی از این ما برای جلب و جذب ظرفیت ها خیلی محدود است و می بایست یک قسمت از بودجه افغانستان صرف برای ارتقای ظرفیت و همچنان برای جلب کادرهای علمی قسمتی از بودجه ملی ما خواه در بودجه های عادی خواه در بودجه انکشافی این موضوع مد نظر گرفته می شد و کادرهای علمی بیشتر جذب می شد به این تعدادی که شما ارقامش اون از طریق سایت بیان کرده که در سایت آمار دکتر و ماستر یا حتی ما ماستر و لیسانس هم داریم، آمار از هم ارائه شده از طریق همین سایت. یعنی در مجموع ما راضی نیستیم به این آمار، یعنی هر کادر افغانستان اگر بپرسی به هیچ وجه من الوجوه راضی نیست. من خودم کادر علمی اکادمی علوم افغانستان هستم، در پوهنتون کابل تدریس میکنم، در دانشگاه‌های دیگر تدریس میکنم، ولی ما به تعداد این استادایی که فعلا ما داریم راضی نیستیم. ما ضرورت داریم برای جذب بیشتر و باید قسمتی از بودجه دولت صرف به خاطر این کادرسازی و جذب کادرها تخصیص داده شود. خب جناب استاد اینجا یک سوال مطرح میشه. یک طرف شما اشاره کردین که کادرهای علمی دارین که منتظر وارد شدن به سیستم هستند که تا هنوز برای اونها زمینه مساعد نشده که به سیستم وارد شوند و طرف دیگر شما گفتین که کادرهای البته متولده که از کشورهای همسایه در حدود 2 سال و 1.5 سال یا 3 سال با اسناد دکترا و یا مافوق لیسانس وارد کشور میشوه که اونها هم منتظر وارد شدن سیستم هستند. پس چگونه دولت میتونه تفکیک بکنه میان کسایی که واقعا کادرهای علمی هستند و منتظر وارد شدن به سیستم هستند و کسانی که در حدود 2 سال و 3 سال مدارک علمی بالاتر میخرن یا براشون رایگان داده میشه و گرفته میخوان داخل سیستم وارد شوه؟ چگونه تفکیک و چگونه تمیز میکنین میان این دو؟ در سیستم افغانستان خوشبختانه در قانون ما خیلی پیشبینی های داریم، از جمله این سیستم رقابت ها که یک امتحان کادری گرفته میشه و با اخذ سپری نمودن امتحان کادری که واقعا امتحانی است به سطح دیپارتمنت ها و به سطح پانزه ها، واقعا امتحان قابل در خور شأن یک کادر امیت یک امتحان برگزار میشه. این یک مرحله. دوم، دولت مکلفیت داره که در مرحله ارزیابی اسناد ما تحت ازیر توأم با تاریخ های آن که خب جناب عالی متولد سال فلان، خب فارغ التحصیل فلان سال از فلان لیسه یا فلان مدرسه یا فلان حوزه، خب وارد دانشگاه در کدام سال شدی، وارد فوق لیسانس و ماستری در کدام سال شدی، برای نامزدی دکترای کدام سال بود، فراغت خود به خود جل هر کس از آب به اصطلاح ما کابلی ها جل هر کس از آب میبره. اگر به این نوع یک پروسه شفاف برای جذب کادرها باشه که اونجا کادرهای علمی چنان اسنادشان ارزیابی شود قطع نظر از اینکه یک امتحان واقعی گرفته شود ازشان در پهلوی امتحان واقعی که این در سیستم رفرم افغانستان و سیستم رقابت آزادی که فعلا در پانتون ها است یک بست به اعلان گذاشته میشه و چندین نفر از متقاضیان میاد که در قدم نخست برای دکترا و ماسترها حق اولیت داده میشه و سپس برای آنانی که لیسانس هم دارن میتونن داخل شامل امتحان شوند تحت شرایط خودشان. ولی این شرایط و این باید به قسم باشه که در پهلوی ازی دولت خود را مکلف بدانه، وزارت محترم تحصیلات عالی و ریاست محترم انسجام امور اکادمیک باید اسناد ازیر از دور اگر به خاطر تفکیک میان مؤلدین و میان مؤلدین و میان آنانی که واقعا متعلمین بودن و فارغ التحصیل شدن تفکیک شود، از دور 12 و 11 و 10 دور مکتب و مدرسه و لیسه شروع تا به دور فوق تخصصی که با خود دارن همش ارزیابی شود، در سالبندی شود، خود به خود معلوم می شود که کی سند را به دست آورده و کی واقعا مستحق سند است. حقیقتا یک کسی که باید تا مرحله دکترا را برسه و مرحله دکترا را به دست بیاره بعد از صنف 12 یا لیسه، حداقل که سالهای را که باید در مؤسسات تحصیلات عالی در دانشگاه ها باید سپری بکنه تقریبا 8 سال است دیگه. اگر به اساس پاسپورت و اسناد فراغت محصلین نگاه شود که اینا چه وقت از صنف 12 فارغ شد
و بعد از او اگر محاسبه شود دقیقا معلوم میشه اگر دولت واقعا در صدد شفافیت و در صدد ازی باشه که افراد با استعداد، افراد با ظرفیت و افراد که کفایت کاری داشته باشند اگر اونا را جلب بکنه این واضح است. خب استاد بفرمایید. اجازه بدین شما آیا مناسب نیست که بریم طرف اصل موضوع ما که مشکلات محصلین در افغانستان هست؟ درست استاد محترم، اما بهتر است که ما پیش از رفتن به سوی اصل مطلب به طرف یک میان برنامه بریم و بعد از این میان برنامه انشاءالله به اصل موضوع که مشکلات محصلین است بعد از مقدمه داخل میشیم. البته نگفتن همانه برای بیننده‌های عزیز ما این میان برنامه هم مصاحبه‌ای است که از محصلین و دانشجوهای دانشگاه‌های کابل بعضی از دوستای ما آماده کردن و برای ما فرستادن که مشکلات محصلین از زبان خود محصلین و دانشجوهای کابل بشنویم و بعداً با صحبت‌های استاد ان شاء الله برمیگردیم. با ما باشید. به نام خداوند بزرگ، محمد ظاهر مدبر هستم، محصل 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. خب سوالی که مطرح شد در رابطه با مشکلات جوانان، خب ما امروز میبینیم که حدوداً 60% نفوس افغانستان از جوانان تشکیل میشه، اما زمان که جوانان میارن به تحصیل و درس میخوانن، زمانی که فارغ میشن مشکلات عمده و اساسیشون این است که بعد از این که فارغ میشن جوانان از دانشگاه ها کار برشون پیدا نمیشه. در واقع دولتی که در طول 13 سال یا 12 سالی که در افغانستان به وجود آمد، دولت جدید، اینا نتونستن کار عمده و اساسی و زیربنایی بکنن. چرا؟ به خاطر از اینکه این زمینه سازی نشده برای جوانان که جوانان خودشون به شکل کار بکنن، به شکلی که این خلاقیت فکری داشته باشن. در واقع جوانان زمانی که فارغ میشن درس هم که میخوانن، در واقع درس هم که در دانشگاه خوانده میشه اون طوری خوانده شو باید خوانده نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه کارهای عملی زیاد ندارن. زمانی که از اینجا فارغ میشن حداقل یا در مؤسسات دولتی یا در مؤسسات خصوصی جذب میشن، باید میگن شما تجربه و تخصص داشته باشین. اما زمانی که از اینا سوال شوه، خب میگم ما تازه فارغ شدم، چگونه ما این چند سال یا 2 سال یا 3 سال برای خود تجربه کسب بکنم؟ خب این باعث میشه که جوانا کار برشون پیدا نشه، راه بگیرن یا مثلا به طرف کشورهای خارج برن. خب زمانی که اونجا برن مشکلات به ندرت زیاد است، اما زمانی که ما خود ما کار نکنیم، زمانی که زمینه سازی نکنیم، خود ما وطن خود آباد نکنیم، هیچ کس و هیچ کشور دیگه هم آباد نخواهد کرد. چرا؟ به خاطر که در طول 13 سال پول هنگفتی که داخل افغانستان شد کار اساسی و اصولی نشد. مثل اینه که تخم ما پاش بتیم سر سیمنت، خب به هیچ صورت ریشه نمیگیره. اما زمانی که ما زمینه سازی بکنیم، در واقع بستر سازی بکنیم، خب جوانان فکرشون رشد میکنن. خواست ما از جوان این است که منتظر کسی نشینن، منتظر دولت. خب دولت شاید بهانه های زیادی وجود داشته باشه، در واقع جوانان خودشون کار بکنن، خودشون دست به دست هم بدن، در واقع زمینه سازی بکنن، خلاقیت بکنن، هر آنچه که دارن مثلا فکر تولید بکنن. این تولید فکر، خب دانشگاه افغانستان خب شکل درس هم که میخونه شکل بسیار سطحی است، یا متد روش که درسی که هست، خب در واقع هم شکلی است که ما باید همون چیز رو بخونیم، امتحان بدیم، در امتحان کامیاب شیم. در واقع این خلاقیت ما نداریم، باید ما خلاقیت خود ما جوانان یعنی خلاقیت به وجود بیاریم. زمانی که ما خلاقیت به وجود آوردیم مشکلات ما حل میشه. اگه منتظر دولت بشینیم، خب دولت بهانه‌های متعدد شاید بکنه، ما مثلا اگه کار پیدا نشه مشکلات اقتصادی بر جوانان به وجود میاد، یا مثلا طرف مخالفین دولت بره، یا مثلا راه رو باز بکنه بره طرف کشورهای خارج. خب هیچ وقت مشکل ما حل نمیشه. ما زمانی میتونیم مشکلات خود حل بکنیم، خود ما تلاش بکنیم، کار بکنیم و با کمک جوانان. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من نجیب الله، ولد حسین، سال 3 دپارتمنت سینما هستم. در کل موضوعی که من میخوایم در مورد جوانا بگم، جوانا در کل مشکلات زیادی دارن. مثلا شخص خودی از من از دوران مکتب تا پانتون و فعلا که در درس هستم و یکی به اضافه از که من مثلا اینجا درس میخونم کدام کاری بریم نیست، مثلا مدمی لیلیک هستم، حتی آدمی خیلی مشکلات دارم. مثلا مشکلات مالی، پدر من از دایکندی هستم، پدرم از دایکندی یا گوسفند میفروشه یا کار میکنه، برای من پیسه میفرسته و من بالاخره برات بگم در کل
یک بار روی دوش پدر خود هستم. در کل خود هیچ درآمدی ندارم. مثلا حتی بعض جوانایی که فعلا درس میخونه فارغ میشه کار پیدا نمیتونه. دلیلش این است که مثلا ما خودم در بخشی که برم بگم ما این از رشته فارغ شدیم میخوام در این بخش کار کنم، اولین سوالی رو که از ما دارم که سابقه کاری تو چیست. یک چیزی که خیلی مهم شده داخل افغانستان، لیاقت مهم نیست، شایستگی مهم نیست، باید سابقه کاری داشته باشه. آیا میتود درسی که رایج اساسی راضی هستی؟ نه خیر، من از میتود درسی اصلا که فعلا اینجا چی میشه رضایت ندارم. ما خواست چیست؟ خاصی ما ایست از خود مخصوصا از دپارتمنت از ما اینا مثلا شاگردای سینما هستیم، بیشتر از اینی که علمی بخونیم نیاز به عملی داریم. بیشتر از اینی که علمی بخونیم نیاز به ایست که ما عملی بخونیم، ولی یک همچین چیزی وجود نداره در اینجا. فقط چپتر بخون، غیر حاضر نباش، یک میتودی است که برای از ما قابل قبول نیست. به نظر از ما مخصوصا در کل برای شاگردای سینما به نظر من از اینی که به چپتر بخونه یک کار عملی انجام میده بهتر است. مثلا ما شخص خود از ما با یک تیم کار میکردم، یک تیم بلژیکی بود، همراه از کار میکردم، برای ما اجازه دادن، ولی زمانی که ما برگشتم زیاد دیرم نشد، یک 10-15 روز که ما برگشتم الان غیر حاضری از ما تقریبا 47 ساعت است. 47 ساعت است و ما مطمئن بودم که ما همراه از گروه میتونستم کار کنم. برای ما دو منفعت داشت، هم معاش برای من میدادن و هم چیزای بهتری ما فکر کنم از اینکه در صنف حضور داشته باشم یاد میگرفتم. البته در کل نمیگم، بعضی استادا هستن واقعا میتونه بفهمن، بعضی استادا فقط متکی به چپتر است، فقط باید چپتر بخونید خلاص. تشکر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه غزنوی هستم، محصل پانزه حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل. در رابطه با سوالی که مثلا مشکلات جوانان چی است و مثلا راه حل برای مشکلات چی، در قدم اول براتون بگم که امروز متاسفانه در افغانستان همه مردم افغانستان با مشکلات مواجه هستند، خصوصا جوانا. مثلا شما ببینید سالانه در امتحان کنکور بالای 200,000 یا کمتر از او داوطلب امتحان کنکور داریم و نصف از هم جذب نمیشه و اکثریت از اینا بیکار میمانه و مثلا از درس باز میمانه و مشکلاتی که بعد از او وجود داره و در محصلین یا متعلمینی که در دانشگاه جذب میشه، بعد اینا وقتی که فارغ میشه همه بیکار هستند. دلیل عمده است که امروز در افغانستان دولت کنونی ما یک ضربه‌نوع اقتصادی اساسی نداره. در افغانستان برای فعلا ما نه کدام فابریکه و کارخانه داریم که مثلا جوانایی که از پوهنتون‌های مختلف فارغ میشه زمینه شغلی برای اونا فراهم شد. بنابراین توقع ما از جوانا و از بزرگا و اونایی که در رأس قدرت هستند است که و به خصوص دولت جدیدی که به اساس آراء مردم این بار به وجود می آید، خواست ما از اونا و خواست ما به عنوان یک نماینده جوانا مثلا خواست ما از دولت است که زمینه شغلی را برای جوانا فراهم بکنه و ضربه‌نوع اقتصادی کشور را مثلا تأسیس بکنه که میتونه روند فعلی را تغییر بده و یک آینده درخشان را برای جوانا و برای ملت افغانستان داشته باشه. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خبر صادق دلغمان ولایت اوسیدونکی فعلا راغلی په مرکز کې یعنی کابل ولایت کې غواړم چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. همداسې فعلا ما تاسو ګورو چې زیات زموږ تاسو وطنوال یا هیوادوال په افغانستان کې هغه زده کوونکي یا هغه محصلین چې زیات مشکل لري او دولت زموږ تاسو دولت دته توجه نه کوي. په دې ټول پوهیږي چې زیاتره محصلین نن چې د پوهنتونونو نه فارغېږي هغوی نشي کولی چې یو چیرې وظیفه واخلي، ځکه زیاتره محصلین زموږ اوزګار یا په همدې هیله دي چې کله هغه ته ورسېږي چې تر څو یو وظیفه لاسته راوړي. نو یو غټ مشکل چې دا زموږ په هېواد کې همدغه ده چې زموږ ځوان ورونه اوزګار دي. نو فعلا چې موږ تاسو ګورئ ځوانان زیاتره خو اول دا چې اقتصادي مشکلات سره مخ دي، لکه څنګه چې بعض ورونه زموږ د ولایت څخه راځي، لکه د لغمان ننګرهار نور ولایت څخه دلته مرکز ته راځي، هغوی ته اقتصادي مشکلات دا وي چې یو
د پوهنتون کې کوم هغه معاش یا کوم هغه چې دوی ته ورکوي د هغوی دغه پیسې دوی ته بسنه نه کوي، نو دوی د زیاتره مشکلات دا لري د هغې له نګاه نه دوی نشي کولی چې خپل زده کړو ته ادامه ده ته مجبوریږي تر څو خپل دغه پوهنځی کوم ته چې کامیاب شوی د اقتصادي مشکلاتو له نګاه نه هغه پوهنځی دې ترک کړي. که چېرې زموږ او ستاسو دغه دولت دغه ورونو ته زمینه داسې وکړي چې پیسې یعنې په وخت ورکړي او لیلیه ورته ورکړل شي، نو دوی به خپل زده کړو ته ښه ادامه ورکړي او دوی به وکولی شي چې انشاءالله په راتلونکي کې د افغانستان یا د خدمت مصدر وګرځي. محمد اجمل رحمانی هستم، محصل سال سوم. خب هیچ کس بدون مشکل نیست و مشکلاتی را که محصلین با اونا روبرو هستند، یکیش که وقتی از فارغ میشن متاسفانه اونا بدون کار میمانند و هیچ زمینه کاری دولت عزیز ما بر اونا مساعد نمیکنه و بیشتر محصلین با اینمی حتی شکست خورده میشن. وقتی 4 سال یا دکترایی که تقریبا 5-6 سال محصل هستن و درس میخوانن ولی متاسفانه زمینه کاری بر اونا فراهم نمیشه، اونا کاملا شکست میخورن و مجبور میشن برن به کشورهای خارجی. بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد پس از دیدن این میان برنامه که عبارت از گزارشی بود که دوستان ما از کابل تهیه کرده بودن و بخش اولش دیدین و بخش اول دومش هم انشاءالله در خلال برنامه میبینیم. با عرض سلام مجدد طور که گفتم خدمتتان هستیم با برنامه قلب آسیا و موضوع برنامه مشکلات محصلین در افغانستان است که پیش از دیدن این میان برنامه داشتیم راجع به طور مقدمه راجع به نقش دانشگاه ها در روند ترقی و رشد و شکوفایی جوامع بشری صحبت می کردیم و دیگه مهمان عزیزی داشتیم از کابل که همین حالا هم با ما هستند، استاد نورالله کوثر که همچنین راجع به نقش دانشگاه کابل در نیمه اول قرن 14 هجری شمسی صحبت داشتن. گزارشی که دیدیم البته روی محور اصلی برنامه داشت میچرخید، عبارت بود از تعداد از محصلین دانشگاه کابل بودند که از مشکلاتی که داشتن صحبت میکنن که از مهمترین مشکلات البته میتود درسی را صحبت کردن و نبود کار عملی در دانشکده هایی که در اونجا علوم طبیعی درس داده میشه صحبت کردن و عدم وجود زیربنای اقتصادی برای مرحله مابعد فراغت صحبت کردن و دیگه صحبت ها هم شنیدین. خب استاد نورالله با ما هستین؟ بله. استاد محترم، شما هم این گزارش مشاهده کردین و دیدین، چگونه مشکلات محصلین به نظر شما چگونه بررسی میکنین و چه نظر دارین در این باره؟ بله، واقعا آنچه که محصلین گفتن یک چیز واقعیت است که ما عملا میبینیم. محصلین در سطوح مختلف با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و آنچه که نیاز محصلین است واقعا یا توانمندی رفع آن نیست و یا بعضا هم توجه نمیشود برای رفع آن. ولی در کل گفته میتونیم که اگر دست به دست هم بتن استادان با اداره و اداره بالاخره در مجموع دولت به ویژه قوی مجری دولت که حکومت هستند یک توجه جدی کنن قسمی که محصلین درخواست داشتن تا این مشکلات حل شود. استادان نباید به چپتر اکتفا کنن. چپتر یک لکچری است که لکچر نوت است که استاد تهیه میکنه و به عنوان یک راهنما و یک معرفی از منابع است، اما استادا باید یک بحث فرا داشته باشن، یعنی بحث فراسنفی داشته باشن که از این چپتر به بیرون هم باشن. یعنی بعضی اوقات ما میبینیم قسم میشود که فقط یک چارچوب محض برای اون مضمون، یک چارچوبی که از اون چارچوب به بیرون اصلا کار نمیده و اگر او را از اون قالب بیرون کنی او ناکارا میشه. به منظور از این رفع از این مشکل باید استادا هم آنانی که لکچر تقدیم میکنن و تدریس میکنن یک نوآوری در سیستم هم بیارن. ما میبینیم سیستم های تحصیلی فعلا ما معمولا 3 سیستم داریم. یک سیستم کلاسیک است، سیستم کهنه او را به نام سیستم سقراطی میگن
یک سیستم ما اکتیو داریم، یک سیستم فعال و یک سیستم هم سیستم مختلط میان نظام های سقراطی و نظام های اکتیو یا فعال داریم. یعنی میشود که استادا از این سیستم های کلاسیک اندک به دور آمده و برای محصل خود یک چیز ارائه کنند. متاسفانه که در این عرصه ما کمتر توجه را هم در پانتون‌های خصوصی و مؤسسات خصوصی و هم در سطوح پانتون‌های دولتی ما می‌بینیم که بعضا دیده می‌شود فقط و فقط اکتفا بر چپتر است، اون 50-60 صفحه و 100 صفحه‌ای که از چپتر مقرر است و تمام درس او است، در حالی که ما به نام کارهای فعالیت‌های صنفی، کارهای خانگی و مشارکت صنفی به نام‌های ازی ما جا در جا برای ستون‌های برای نمره داریم. استادا از اون امتیازی از اونا استفاده نموده و بتانن در رشد و ارتقای محصلین و در قوت بخشیدن برای سطح علمی محصلین یک توجه خاص کنن تا این افت تحصیلی که فعلا ما در افغانستان داریم، هم در عرصه معارف هم در عرصه تحصیلات عالی یک افت تحصیلی داریم، یک افت دانشجویی داریم، این افت بتانم از حالت اکنونی بیرون برای و ما بتانیم اون اهداف یا اون مد نظرهایی که از توقعاتی که میره، انتظارهایی که میره، اون انتظارها رو ما پوره بسازیم. از نگاه امکانات کشور ما الحمدلله که امکانات بسیار زیاد داره، هم کمک های بیرونی به نحو سرازیر میشه در کشور و هم ما منابع خیلی غنی و سرشار و دست ناخورده داریم که دولت با در نظر داشته آن اگر معادن ما استخراج شود. شما میدونید که معادن ما 3 تریلیون دلار تخمین زده میشه، ادناترین تخمینی که زده میشه 3 تریلیون است. چرا از این ثروت های خداداد، این ثروت های رایگانی که پروردگار در طبیعت برایمان ارزانی فرموده، چرا از ما استفاده عظیمی نکنیم و بتونیم با استفاده از آن و انتونها و دانشگاه ها و مراکز علمی خود را بالا و بالا ببریم و ظرفیت های قوی و قوی‌تر ایجاد کنیم که دیگران محتاج ما باشند، چنانچه یک روز دیگران محتاج ما بودند ولی امروز متاسفانه که ما رو به فرار میگذاریم. یعنی برای هر محصل اگر بورس از خارج پیدا شود گویا که خوششانسترین انسان زندگی محسوب میشه. حالا که روزی بود برای افغانستان اینجا بورس میامد، مردمان نمیخواستن اصلا به بورس برن، اصلا میگفتن که من نمیخوایم از خانواده و فامیل خود دور باشم، آن انتظاری که من از علم دارم در پانتون قریه و شهر خودم به دست میاد، دیگه من ضرورت ندارم که من خارج از شهر خود به خاطر تحصیل علم برم، چرا انتظاری که من دارم اون انتظار اینجا متوقع است. بدین اساس باید از این ظرفیت ها استفاده اعظمی صورت بگیره. جناب استاد شما اشاره کردین طرف کسایی که بورس های تحصیلی براشون میگفتن، اونا فکر میکنن که خوشبخت‌ترین انسان روی زمین بوده که بورس تحصیلی براش آمده. امروز هم تعداد بزرگی از محصلین و دانشجویان افغان در کشورهای عربی و اروپایی و غیره کشورهای همسایه مصروف تحصیل هستند. چون موضوع برنامه ما امروز مشکلات محصلین در افغانستان است، آیا در مورد مشکلاتی که محصلین افغانی در خارج از افغانستان دارند، آیا آنها مشکلات دارند و یا ندارند؟ اگر دارند عبارت از کدام مشکلات هست و دولت در قبال اون مشکلات تا حال چه کرده؟ بله، طبیعی از آن به پیمان مشکلی که ما در داخل افغانستان داریم شبیه از این مشکلات ما در خارج هم داریم. از یک طرف عدم همکاری های سفارتخانه ها با ایناست. ما خودم در بعضی کشورها درس خواندیم، از جمله در کشور همسایه ما ایران یک دوره 1 ساله اونجا بودیم، بر جمهوری عربی مصر یک مدت چندین ماه به اونجا کمتر از سال بود اونجا بودیم. اردویش طبعا به یک بورس رسمی رفته بودیم و یک بورس رسمی بود که با پاسپورت های دولتی، با پاسپورت های خدمت به اونجا رفته بودیم. یعنی دیده میشد که به نحوی اونجا هم ما مشکلات به چشم سر خود دیدیم آن زمانی که من در اونجا تحصیل میکردم. یک مشکل عمده که عدم همکاری برخی سفارتخانه ها با محصلین بود. یعنی زمانی که محصلین به یک مشکل برمیخوردن، هر کشور دیده میشد که قنصل و سفیر و سکرتر سفیر اولین شخصی بود که بازخواست کننده آن مشکل بود. از افغانستان متاسفانه بس محصلین برخی به سفارت ورود به سفارت اجازه ندارند در بعض کشورها. اصلا این یک مشکل. مشکل دومی که
وزارت تحصیلات عالی که اینا را زمان میفرسته و روان میکنه گویا که همه کارها تمام شده و اصلا به او کار نداره تا مادامی که او فارغ میشه و دوباره میایه و سند خود ارزیابی میکنه. این فقط یک فرستادن و یک دوباره سندش، در حالی که میگویست که وقتا فوقتا نی تعقیب شود و همچنان از حالت از اونا. این موضوع سکن و لیلیه محصلین در اکثر کشورها مشکل داره. ما شاید بیشتر از 10 کشور آنجایی که محصلین افغان بودن لیلیه هایشان دیده باشم. یعنی طبعا هر جایی که میریم خب ما از این وطن هستیم، معلمی اجتماع هستیم، استاد دمی کشور هستیم و با پول ملت بزرگ شدیم و با خدمتگزاری از اینا بزرگ شدیم. طبعا حق خود میدانیم و بالای خود حق میدانیم که بریم از حال دانشجویا و محصلین افغان با خبر شیم. یعنی در اکثر کشورها ما مشکل سکن و لیلیه دیدیم و عدم پرداخت شهریه یا ماهانه‌ای که برای از اینا باید پرداخته میشد. اکثرا از این شکوه میشود که از خانواده های خود خرچه به دست میارن. این مشکلات در خارج از کشور هم است، اما آنانی که ندیده باشن و تنها این محیط داخل کشور دیده باشن فکر میکنن که نه، در خارج همه مشکلات حل است. و از طرف هم برخی کشورها بورسیه میتن اما اون حق لازم بورسیه را ادا هم نمیکنن. یعنی بورسیه محض اسکالرشیپ برایشان میتن که اسکالرشیپ فقط امو زمینی درس خواندن مساعد است و بس، نه زمینی لیلیه، نه شهریه ها و جیب خرچی و این موضوعاتی که یک محصل برش. و از همه کرده مهمتر ای که اونجا محصلین متاسفانه که افغانا در اکثر جاها اتحادیه ندارن، اتحادیه محصلین ندارن. ما اون زمانی که به مصر بودم هر کشور یک اتحادیه داشت. افغانای ما متاسفانه که بالای همین موضوعات یک سلسله مشکلات داشتن و محصلین افغانی جنجال هایی داشتن که اتحادیه کی رئیس باشه و کی رئیس نباشه. این مشکلات حتی که ما به عنوان بزرگسالای بی‌غرض سفیر وقت افغانستان در قاهره از ما خواهش کرد، شخصا از خودم ما را خواست که اگر شما یک قدم خیر در میان ازیا بگذارین و یک بتانن یک اتحادیه که واقعا در خور شأن تمام افغان ها باشه و وقار و حیثیت افغان ها را خوب تبلور بنمایه، امیت یک زمینه سازی کنیم که این لذا در اکثر کشورها یکی از مشکلات هی هم از دیگه گرایش های قومی و گرایش های سمتی و مذهبی و گرایش های حزبی این یک مشکل دیگری را بر مشکلات خارج از افغانستان افزوده. چنانچه همین مشکل ما در داخل افغانستان داریم که به نحو میدان سیاست بازی ها شده و به نحو محصل خود را مصروف یک بازی سیاسی دانسته. بیشتر وقتشان در بازی های سیاسی مصروف میشه که علا فلان رهبر چنین است و فلان جناح چنین است، فلان حزب چنین است و فلان مذهب چنین است. و این یک مشکل دیگری است که در خارج از افغانستان خیلی اونجا دیده میشود که یک عده به خاطر زبان، یک عده به خاطر مذهب، یک عده به خاطر حزب، یک عده به خاطر آن گروهی که ای علاقمند آن است و یا منتمی به آن است به سوی از اون نسبت داده می شود، خود را مصروف نگاه کرده، بیشتر وقتش تا به تحصیل بگذره به این کارها گذاشته. این در مجموع یعنی لایه بالای لایه مشکلات را زیادتر ساخته، ولی امید حل از این بسیار زیاد است اگر قدم های مخلصانه برداشته شود. خب ما هم هدف از تخصیص دادن چنین برنامه ها به خصوص برای محصلین افغانی دیگه هدفی است که هدف از این برنامه است که صدای محصلین، مشکلات محصلین ما بیاییم بررسی بکنیم، ما بیاییم بازگو بکنیم و از زبان خود محصلین طوری که شنیدیم و امیدوار هستیم که محصلینی که دارن صدای ما را میشنن، دارن تصاویر ما را میبینن، دیگه برنامه برای از اونا تماس بگیرن، مشکلات خودم مطرح بکنن تا باشه که صدایشان به گوش مسئولین و دولتمردای افغانستان برسه. اونا فکر میکنن که چنانچه استاد شما فرمودین که وقتی که محصل بیرون میره فقط تنها از اعطای فیس معاف است. این محصل دیگه مشکلات سکن داره، مشکلات خورد و نوش داره، مشکلات کتب درسی داره، مشکلات زیادی دیگه داره. استاد در بعضی رسانه ها ما خواندیم و دیدیم که بعضی محصلین افغانی که در کشورهای خصوصا غیر اسلامی مثل هندوستان، البته زیادتر در رسانه ها به نشر رسید خبرها از فسادهای اخلاقی که محصلین افغانی ما اهم از پسر و دختر که دچار او شده بودن.
یعنی یک خب این مشکلاتی است که باید دولت مردای ما، یعنی وزارت تحصیلات عالی، جهت مسئول که باید از محصلین سرپرستی بکنه و همچنین آتش‌های دیگه فرهنگی که مسئولیت محصلین هم به دوش دارن در سفارتخانه‌های ما، در کنسولگری‌های ما در کشورهای خارج، اینها این مسئولین باید مسئولینی باشند که واقعاً من نمیفهم که اینا به کدام اساس به کار گماشته میشن. آیا شایسته سالاری، استعداد و لیاقت در این کشور در افغانستان دیگه اصل هست یا نه؟ وگرنه طوری که استاد هم عرض نمودن، یعنی تعداد از محصلین حتی در محوطه قنسولگری ها و سفارتخانه ها که از خودشان است و حق مسلمی از اون است، و حتی در بعضی از این کشورها این سفارتخانه ها و این قنسولگری ها و این نمایندگی ها به خاطر همین محصلین ایجاد و تأسیس شده. اینا فکر میکنن که فقط اینمی محوطه از خودشان است و به اصطلاح اگر چیز نشه و مال آباییشان است و اینا حق دارن و دولت اینا رسال کرده. دیگه متاسفانه که مشکلات زیادی را محصلین دارن، چه در داخل چه در خارج. مثلا در داخل افغانستان طوری که ما شنیدیم مشکلات زیادی از مشکلات آموزشی بگیم، مشکلات اقتصادی بگیم، حتی مشکلات سیاسی را که گفتن هر کس گرایش خاص خود داره و این طبیعی است که تو گرایش داشته باشه، اما دیگه اصل در اعطای بورسیه، اصل در اعطای اسکالرشیپ، اصل در تعقیب و دنبال کردن امور محصلین باید همانا دیگه اصل عدالت باید بوده باشه. خب نظر استاد اگر در مورد مشکلی که من اشاره کردم که برادرها و یک تعداد از هموطنان عزیز ما که در کشور هندوستان دچار تحصیل هستند، مصروف تحصیل هستند، اونا دچار مشکلات اخلاقی شدن. حتی یکی از دوستای ما قصه کردن که یکی از محصلین افغان، البته یک پسر، به خاطر همین فساد اخلاقی در هندوستان کشته شده و یک تای دیگه هم حدوداً 18 ماه محکوم به حبس شده بنا به مشکلاتی که اخلاقی که مرتکب او شده بوده. استاد میشه در این مورد نظر شما را بگیریم؟ بله، ما به یک اصل معتقد هستیم تا مادامی که انسان از باطن بر مبنای عقیده توحیدی، عقیده مخلصانه و حاضر ناظر دانستن پروردگار از درون معتقد نشه، هیچ نوع ریفورمی بالای انسان کارگر نمیفته. نه ریفورم های پلیسی، نه استخباراتی، نه قضایی، نه تحصیلی، نه عدلی و سایر ریفورم هایی که تا کنون ناکام بوده. بشریت سرمایه های هنگفتی را گذاشتن. یعنی اگر بالای پلیس را مقرر کنی و بالای محافظ را اضافه تر بسازی، این مشکل بیشتر به درون خود انسان، اون هم منشأ میگیره از فهم و برداشت انسان از دینش و التزام انسان به دینش و به ارزش‌های ایمانی و اعتقادی خودش. هرگاه به این ارزش‌ها ما پابند نباشیم، یعنی به هر درجه که ما دیگری داشته باشیم، هندوستان که هنوز یک کشور خیلی رو به انکشاف است، اگر کشورهای به اصطلاح خودشان توسعه یافته و به اصطلاح خودشان کشورهای پیشرفته که ما را جهان سوم مینامند، اگر با کشورهای آنها هم باشند، تا مادامی که ارزش‌های دینی و اخلاقی و ارزش‌های ایمانی در وجود انسان که باید در آموزه ها گنجانیده شود، در سیستم تحصیلی کشورها باید گنجانیده شود نشه، ما فکر کنم که با ریفورم های ظاهری تا کنون ناکام نمیتونیم مشکل این را بگیریم. و این تنها که شما از هند نام برده، نه که در بسیار کشورها چنین است و نه تنها که افغان ها بلکه بیشتر دیگرها هم به این مشکل دست و گریبان هستند. به خاطر زدودن از این مشکل و از بین بردن این مشکل می بایست که در نظام تحصیلی و نظام تعلیمی خودمان یک چی بزرگ، قدم بزرگ نهاده شود تا با در نظر داشت آن جامعه ما بتاند که از دین یک فهم صحیح و درست و همچنان از موضوع قوت و ازدیاد ایمان در میان محصلین چنین پیدا شود که تا بتانه محصل خود به خود از این جلوگیری شود. و این بله تنها او هم رایش نیست که میتواند
به نحو قیودات خود دولت، با خبری دولت از این، به نحو سیستم احتساب دولت از اتباع خودش در خارج از کشور، به ویژه وزارت تحصیلات عالی و وزارت‌های مربوط به آن، وزارت خارجه و سایر وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت‌های زیرا، اینا یک سیستم نظارتی هم داشته باشند بالای لیلیه‌ها و بالای سکن‌های معسولین، همچنان بالای خوابگاه‌های از اینا. بسیار از معسولین دیده میشد، ما در قسمت‌های پونه هند چندین بار با مسئولین افغان اونجا جلسات داشتیم. این چند قبل هم دکتر زاکر نایک یک سمینار داشتن، از ما هم دعوت کردن، یک کنفرانس. در اونجا ما به مسئولین افغانستان می‌دیدیم که اونا لیلی برایشان تهیه میشه، ولی و میرن در سکن‌های شخصی، در شقه‌ها و در آپارتمان‌های شخصی برای خود میگیرن. این به چه منظور؟ چرا این کار؟ باید دولت از این بازخواست و پرسان میکرد. یک نوع آذری که ما خود ما در لیلی مرکز مثلا نحو آذری داریم، یک نوع انضباط داریم که و جدایی پسر و دختر، این یک موضوع دیگری است که دولت باید. استاد طوری که اشاره شد، البته گفتیم که عدم فعال بودن بخش‌های فرهنگی، به خصوص آتش فرهنگی که مسئولیت محصلین هم در سفارتخانه‌ها به دوش داره، عدم فعال بودن از اونا، عدم نظارت اونا از محصلین، نبود سیستم رقابتی طوری که عرض کردین شما، امی مشکل عمده است که مثلا محصل میایه باز آدم نمیفهمه که چه مشکلی داشته که از لیلیه میبرایه و به طرف چیز میره، به طرف طوری که گفتین ساختمان‌های شخصی و جای کرایی. خب این موضوع رو میگذاریم موضوع چیز طبقه اوناست شما اشاره کردین و ما هم داشتیم در ارتباط باید سوال میکردیم که خواهرای ما طبقه اوناست که جزء مهمی از دانشجوهای دانشگاه‌های افغانستان خواه در داخل یا در خارج تشکیل میتن. اینا به نظر شما چه مشکلاتی دارند و چه راه حل‌های به نظر شما میتونیم به مشکلاتی از اونا ارائه بکنیم؟ بله، و همچون به عنوان نیمه پیکری جامعه طبعا 50% مشکلاتی که ما عرض کردیم و مشکلاتی که شما فرمودید، اینا هم به او دست و گریبان هستند. اما افزون بر آن یک سلسله بی‌بندوباری هایی که در برخی محوطه ها دیده می شود، محوطه های مراکز تعلیمی و تحصیلی دیده می شود که آزارها و اذیت‌های گوناگون به نحو اونا را خیلی می آزارد و به نحو اونا را تحت یک فشار و قلق قرار میتن. ما محصلین را سراغ داریم که آرزومند بودن بتانن شرایط بخوانن، بتانن پنزه های به دلخواه خود بخوانن، با وجودی که دختران محجبه بودن، ولی این نابهنجاری های محیطی و همچنان عدم مساعد بودن یک فضای مطمئن برای تحصیلشان، اونا نتونستن تحصیل خود دوام بدن و به این آرزو حتی برخی ها گریان کردن. خانواده ها هم که زمانی میبینن عدم مساعد بودن محیط سالم و محیط مطمئن و محیط بغیر از آزار و اذیت در برخی جاها، جرأت نمیکنن که دختران خود را به تحصیل بفرستند. و از همه مهمتر، ای کاش نظام تحصیلی افغانستان و سایر کشورها، حتی کشورهای غیر اسلامی، برخی به این نظر شدن که اختلاط تحصیلی و تحصیل مختلط باعث افت تحصیلی شده است، یعنی باعث افت فهم می شود. امی که در یک کلاس دختر و پسر مختلطانه درس میخوانند، بسیار اوقات ممکن است که سبب فرار ذهنی محصلین شود، یعنی ذهن محصل از دختر و پسر فرار کنه. ما به عنوان یک محسن سفیری از اینا که طبعا یک لیل و نهار بزرگی از عمر خود گذاشتاندیم و تقریبا حدود بیشتر از 15 سال میشه که ما به پانتون‌ها و دانشگاه‌ها درس میتونم. برای ما خیلی تجربه کافی است. اکثر دخترها و پسرها بزرگترین شکایتشان از این است که ای کاش ما صنف مختلط نمی داشتیم، ای کاش ما صنف جدا جدایی می داشتیم که این یک و این مشکل بیشتر دختران از این رنگ میبره، به ویژه دخترانی که به ارزش‌های اخلاقی دینی خود خیلی پابندترن. اونا میگن که ما در یک مشکل از مشکلات اختلاط قرار داریم و از نگاه شریعت اسلامی هم ما یک چیز به نام اختلاط داریم و این اختلاط خیلی یک مشکل جدی است
اگر این مشکلات هم دولت مثل که ما در شرایط عین کار کردیم، در شرایط دختران کلا طبقهشان جداست، طبقه‌ای که اونا درس میخوانند پسرها طبقه پایین، دخترها یک طبقه بلند در ساختمان درس میخوانند. ای کاش در سایر پنزه‌ها همین میشد و یا ما بتانیم دولت چنان ظرفیت را ایجاد کنه که یک پانتونی علاهده برای خواهران مسلمان درست کنه و این پانتون یک فضای مطمئن آزاد برای از اونا باشه. شما این تعصب فکر نکنید، یعنی من متمنی هستم که بیننده های ما این را نه عنوان تعصب بلکه برای رشد کشور، برای اطمینان هرچی بیشتر خواهران و برای یک فضای سالم درسی واقعی که ما بتانیم با بسیار کشورهای همسایه همسری کنیم و بلکه با کشورهای منطقه همسری داشته باشیم، بتانیم هم یک دانشگاه مختص برای خواهرها جور کنیم. در بعضی کشورها چنین است، من در مالزی دیدم و در بعضی کشورها که پانزه‌های علاهده برای خواهرها، مثلا در ازهر مصر شما ببینید یا در جامعه مدینه منوره عملا شما میبینید در ام القرى و در سایر جوامع اسلامی دیده می شود، در جامعه ها در کشورهای اسلامی و دیده می شود که و پسران و دختران یک علاهدگی دارن و این علاهدگی سبب ارتقای تحصیلی این دانشجویان شده. اگر در افغانستان هم ما بتانیم، در بسیار موارد افغانای ما تقلید میکنن، اگر ما این موضوع را امروز رسانه‌ای بسازیم و عام بسازیم و این دفعتاً بر روی من تاپه میگذارن، یک مهر میگذارن که بله این تعصب میکنه و این کاپی میکنه از کشورها، در حالی که 50% از چیزهای رسمی و غیر رسمی ما کاپی است. استاد تعصب گفتین، چگونه تعصب؟ اگر شما خدای ناخواسته طرفداری می بودین که باید درب‌های دانشگاه بر روی خواهرها بسته شود، او را تعصب میگفتن، شما برعکس برای حفاظت و صیانت آبرو، عزت و ناموس خواهر ما صحبت میکنین که برای از اونا باید اپارتمان یا ساختمان جدا از پسرها تخصیص داده شود که اونا بتونن با ذهن آرام و بدور از آزار و اذیت و بدور از چشم شرانی های بعضی گمراه ها بتونن تحصیل خود، دانش خود، علم خود و فهم خود که برای از او دیگه وقت خود صرف میکنن اونو دنبال بکنن. این تعصب نمیگیم، برعکس شما صحبت میکنین، شما برعکس طرفدار گفتم که صیانت و حفاظت از اینا هستین. بله کاملا، اما آنانی که مریض هستند وارونه جلوه میتن و با وارونه جلوه دادن هر آنچه که ما به عنوان نظر سالم داشته باشیم و نظر مفید برای جامعه به عنوان معلم اجتماع یک نظر خیر داشته باشیم، دیده می شود که اونا را با وارونه جلوه دادن میگن که اینا به نحو تعصب است. و این بحث چون ما قبلا در رسانه های افغانستان این بحث چندین بار مطرح کردیم و با میتو یک بازده و واکنش و انعکاس ما متوجه شدیم. استاد محترم، ما یک 2 کتاب خود، 3 کتاب خود بلکه آدرس میتونم به بیننده ها ببینن اونجا ما راه حل های طولانی. یک کتاب از علم و سوادآموزی از دیدگاه اسلام، یک رساله حدود 200 صفحه است. در اونجا ما اون رساله چندین بار چاپ شده و الان در بازارهای افغانستان به کثرت پیدا میشه. در اونجا ما یک قسمت اعظمش به نام علم آموزی زن و نقش زنان در صدر اسلام در تولید علم، همچنان در گسترش علم، زنان و اجتهاد و امثال از این بحث های علمی. یک کتاب دیگه ما یک بحث مقایسه‌ویز به نام اسلام و علوم. این بحث مقایسه‌ویز کتابم حدود 200 صفحه 250 صفحه، یک کتاب ضخیم است که در بازارها پیدا میشه. اون بحثام یک بار بیننده ها را تمنا دارم که یک بار ببینن که اونجا هم راههای برای رشد انکشاف علم و همچنان نقش تمدن اسلامی در تولید علم و خواستگاه‌های علمی مسلمان ها و چیزهایی که ما مسلمان ها به عنوان دستاوردهای عملی برای جهان بشریت تقدیم کردیم. و یک کتاب هم برای ویژه خواهراست، آنچه که یک زن مسلمان باید بداند. و این کتاب حدود 8 بار به چاپ رسید، یعنی در طول 4-5 سال به این طرف ما این کتاب نوشته کردیم، 8-9 مرتبه به چاپ رفته و کتاب قطور است حدود 250 صفحه اون هم است. اونجا برای زن مسلمان یک خط ترسیم کردیم که یک زن مسلمان در میتونه با در نظر داشته کدام خط اونا تحصیل کنه، آیا حدودی وجود داره یا نه که حدود نیست. دیگه لذا ما هم نظرم این است که نباید چنین بحث هایی که هر دانشمند و هر
استاد و هر عالم این بحث ها را میخواه روی دست بگیره، نباید عنوان تعصب برایش داده شود. آنانی که خود با یک دیپلم های از شرق و غرب و از همسایه و بیرون ها آمدن، هر آنچه که به دانشان آمد در رسانه ها به عنوان کارشناس ارائه میکنن، هیچ کسی نیست که از اونا بپرسن. اما زمانی که یک انسان نیت اصلاحی و خیرخواهی داره، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، این شعارش باشه، باز دیده می شود که با بوق و کرنایی که در اختیار خود دارن و رسانه ها یک سر و صدای را برام اندازه که علی نظریه تعصب. خب استاد، با اجازه شما و با اجازه بیننده های عزیز و گرامی میبریم به سراغ بخش دوم گزارشی که دوستان ما از کابل تهیه کردند و با تعداد از محصلین دانشگاه های کابل مصاحبه یا یک سوال را مطرح کردن راجع به مشکلاتی از اونو. با همین میان برنامه را و این گزارش میبینیم و باز هم پس از دیدن این میان برنامه انشاءالله لاین تلفن باز خواهد بود و میتونیم ما بیننده های عزیز دیگه به خصوص محصلین عزیز مشکلات خود از طریق رسانه ارائه بکنن. زبیلای کار هستم، محصل پانتونی کابل. شما پرسان کردین که مشکلات جوانان چی است؟ جوانان افغانستان متاسفانه از الف تا یاش مشکلات داره، مشکلات هست. از کدامش بگم؟ از دوران مکتب بگیم، مشکلات درسی خود بگیم، از مشکلات اقتصادی بگیم، از دوران پانتون کامیاب شدیم، در چه شرایط کامیاب شدیم، مشکلات نحوی تدریس ما. با سیستمی امروز جهان به چه سیستم تدریس میکنه، اما از ما به کدام سیستم است؟ یعنی قرنها ما بعد هستیم. تو چی برسیم یک محصل زمانی که یک کسی نباشه اینا تدریس اکادمیک بکنه، اینا چطور میتونه به اکادمیک برسه؟ مشکلات ما بی‌نهایت زیاد است. از نحوه تدریس گرفته، از مشکلات اقتصادی گرفته، هزاران مشکلات است. محصل اونقدر ذهنش مغشوش است که شاید بگم که 90% از ذهنش مغشوش مشکلات اقتصادی و روانی و تمام از این مشکلات است. دستش نمیمونه برای درس و چی جور میشه؟ به عنوان یک جوان چی توصیه دارین برای جوانایی که بعداً به دانشگاه را پیدا میکنن؟ در کل اگر ما بیم سرازی که کانکور، سیستم کانکور واقعا در کشوری که ما به یک مرحله میرسیم که سین ما خیلی میگذره، اما تا وقت تازه میفهمیم که ما کدام رشته کامیاب میشیم نمیشیم. اگر از اساس پایه‌گذاری کنیم، ما باید در دوران مکتبی چی بگم 15 سالگی ما باید بفهمیم که مسلک ما چی است، ما در کدام رشته تا که در این مرحله سینی از ما میرسیم باید از یک دستاوردی داشته باشیم من رشته خو. اما ما در این مرحله میرسیم نمیفهمیم ما کدام رشته کامیاب میشیم. یک و گبی که سر جوانان است، جوانان باید انگیزه بریازی داشته باشه که واقعا ما در کشور مسئول هستیم و مسئولیت انسانی دارم برای جامعه بشری. باید هر کس مسئول خود احساس کنه، در این کشور سهم میگیره، واقعا دوست داشته باشه. عشق ما این کشور ماست. در هر کجایی که بریم باید همدلی، همبستگی، یکدیگر پذیری، یعنی میره باید سرمشق زندگی قرار بدیم و یگانه عشق وطن دوستی، عشق به درس، عشق به مسلک داشته باشیم. یعنی مطلب. تشکر، زنده باشم. محمد موسی جوینده هستم، یکی از جوانهای ولایت کابل. یگانه مشکلاتی که سر راه جوانان است فقر است و بیکاری است و سطح تحصیلیشان است که پایین هستند. سطح تعلیمیشان که زمینه تعلیمی برشان مساعد است، اما زمینه تحصیلی برشان کم مساعد است، چون میتودهای درسی که در مکاتب برشان درس داده میشه میتودهای معیاری نیست. استادایی که برشان درس میده استادای مسلکی نیست. بنابراین وقتی که یک جوان میخواد که تحصیل کنه یا تحصیل خود پیش ببره، امکانات از این نداره که یعنی در بیرون ها یا در کورس ها درس بخونه و خود به اون معیاری که وزارت تحصیلات عالی نیاز داره خود برسونه و به اون فاکولته که آرزویش است یا آرمانش است خود برسونه. و همچنان دولت نمیتونه که زمینه کار برشان مساعد کنه و جوانایی که از کنکور باز میمانن فعالیت هم ندارن، دولت هم برشان زمینه کار مساعد کردن نمیتونه، فابریکاها وجود نداره که کار کنن و زندگی خود پیش برن. بنابراین مجبور میشن از فقر زیاد مهاجرت ها کنن به کشورهای خارجی که در اونجا زمینه برشان مساعد نیست. بنابراین اعتیاد میشن به مواد مخدر و اونجا زمینه برشان تنگ میشه، مجبور میشن که به دیار خود بیان و اینجا
دست به گدایی میزنن و دزدی میکنن و احتیاطی که ضرورت دارن، موادی که ضرورت دارن امو را میخرن و از اون مصرف میکنن و به لحظاتی که 1 ساعت از 2 ساعت است امو نیاز خود مرفوع میکنن و بعدا باز امو مشکل سابقه شان. و خواست من حیث یک جوان از دولتی است که زمینه کار را برای جوان ها مساعد کنند، فابریکا را بنیان گذاری کنند تا بتونن جوان ها در اونجا کار کنند، کسایی که نمیتونن تحصیل خود پیش ببرند. و همچنان وقتی که یک جوان میشه و به سن بلوغی میرسن، نیاز داره که زندگی را برای خود تشکیل بده، برای خود فامیل بسازه. اون نیاز به پول داره که یک کار بسیار دشوار است. همچنان فامیل ها سطح دانش دینیشون بسیار کم است. یعنی یک جوانی که وقتی که میخواد که ازدواج کنه یا نیاز داره به همسر، وقتی که به خواستگاری میرن و لیست بسیار انگفتی را پیش رویشان میگذارن که وقتی که جوان میبینه بسیار دیگه هیجانی میشه که چطور میتونه از توان ازی برایه. و بنابراین جوان ها هستن بیشتر از جوانان که در کابل سنشان بسیار بالا رفته، همچنین خانوما و می سطح پایین دانشی که مردم از دین دارن باعث ازی میشه که جوان ها نتونن به آرزوی خود برسن، زندگی بسازن برای آینده خود و یک خانواده تشکیل بدن. همچنین خواستم از علمای دینی همی است که در مساجد، در خطبه های نماز جمعه و یا با مردم ها، با کلان قوم بشینن و در زمینه که یک دو جوان خانواده را میخواین تشکیل بدن یا مهریه است یا صحبت جدیدی که آمده به نام تویانه، امی مشکلات حل کنن تا جوانه بتونن که زندگی برای آینده خود بسازن. در رابطه با سوال شما باید بگیم که مشکل عمده جوانان، خب خصوصا جوانایی که بعد از فراغت از مکتب مورد نظر ما اگر باشه، اولا که آمدنشان به طرف دانشگاه ها و یا پوهنتون ها هست که در این قسمت مشکلات عمده که وجود داره شکی نیست. مسئله کنکور در پیش دارن جوانا و بالاخره بعد از اینکه یک تعداد مشخص را تحصیلات عالی کشور به طور مثال برای خود یک معیار قرار میتن که باید جذب پوهنتون ها شوند، بعد از این مسئله خب ایده جذب پوهنتون ها میشن با داشتن نمراتی که کامیاب میشن با اون نمره و اکثریت عمومی که مثلا بی نتیجه میمونن و یا ناکام میمونن در واقع، خب اینا شکی نیست که بیکار میمانن و این بیکاری ها را که ما شما میفهمیم بالاخره عواقبش چگونه هست که روی ازش شاید صحبت بکنیم. در حتما سوال دارین در این رابطه. به هر تقدیر آمدنشان به دانشگاه ها هم خودش و به پوهنتون ها هم خودش یک نوع اقتصاد کافی و کامل را کار داره. در مجموع جوانایی که از ولایات میآیند اینا شکی نیست که از لحاظ اقتصادی اکثریت عمومی افغان ها وقتی که ما شما میبینیم مشکلات زیادی دارن. باز فضا هم خوب است، جریان تحصیل و گونه‌ای هست که بالاخره به هر نحوی که است سپری میشه. میم سری مسئله که بعد از تحصیل چی میشه، این مسئله خیلی مهم است و در بین جوانا خیلی حیاتی هست. در واقع همیشه جوانایی که فارغ شدن بعد از فراغت شکی نیست که از جمله وقتی بود که ما خودم فارغ شده بودم از پانتون گفتیم خب خیر است چند وقتی مشکلاتی که در جریان پانتون داشتیم اینا ما رفع میکنیم، رخصتی میکنیم و تفریح میکنیم، سیاحت میکنیم که خب نمیشه. واقعا جوانا در این شکی نیست که هر جوان از خود احساس و درکی داره در فامیل طبقه مثلا بیکار باشه و این رنج میبره. خود رنج و خود گوشه‌گیری، خود می مسائلی که در خانواده پیش میآید، خود بیکاری و کار نیافتن، اینا باعث میشه که جوانا در انزوا به گونه قرار بگیرن و مشکلات روحی پیدا بکنن بیشتر. و یا هم متاسفانه تا جایی که ما خبر داریم ایده از جوانا وقتی که فارغ میشن یا به هر نحوی که میشه خدا به خارج از کشور میکشانن. نزدیکترینش مثلا کشور همسایه ما ایران هست که در اونجا میرن به خاطر کار کردن و امرار معاش و به دست آوردن پول. این مشکلات عمده است که در میان جوانا بسیار زیاد هست. و بحث دیگه که خب گفتیم بیکاری هست. بیکاری از جمله اما مشکلات عمده است که در این افغانستان امروزه که ما میبینیم به اوج خود رسیده و باور بکنین جایی را شاید جا نداشته باشه در این برنامه شما که در خود کابل هست. ما اونجا که بریم سر بزنیم معتادین در آنقدر زیاد میبینیم که کلی از این چیزا که ما جمع بندی بکنیم عاملش چی است؟ بیکاری است.
و این بیکاری باعث میشه که ده کثیر از جوانا به معتاد رو میارن، به مسافرت هایی که حتی منجر به هلاک شدنشان میشه به اونجا رو میارن. از مجبوری هست. اینی مسائل در افغانستان بیشتر است و این مشکلات عمده است که در بین جوانان هست. بله، مسئله ازدواج هم وقتی که میگیم بیکاری، خود بیکاری باعث میشه که جوان ها نتونن ازدواج بکنن در قدم نخست. و از یک طرف دیگه مشکل عمده است که خدا هدایت بکنه اکثریت و عموم پدرهای بزرگوار را و مادرهای بزرگوار را که در قسمت مسئله تویانه سختگیری میکنن و این چیزی است که من میال خودم شخصا شاهد هستم. جوانایی را میشناسم که سنشان به 35 و 40 رسیده متاسفانه که ازدواج نکردن. چی از طبقه اوناس باشه و چی از طبقه ذکور باشه. در واقع کل از اینا این مشکلاتی هست که فرارای جوانها قرار گرفته و جوانها مجبور میشن. حتی جوانی را هم سراغ داریم در قسمت این مسئله ازدواج و تویانی زیاد که مجبور میشه که بره به ایران بعد از ازدواج. حتی باور بکنید بعد از ازدواج مثلا زمینه سازی میکنه که مجبورش میسازن در واقع قرضداری ها و گرفتاری های اقتصادی و میره به ایران 5 سال و 6 سال اونجا میماشه و بالاخره خب عروس که در خانه آورد چی شد، مشکلاتی که پیش آمد در خانه چی شد. ببینید عواقبش این تو خطرناک است که باز مثلا وقتی که جوان عروسی کرد و قرضدار شد و بالاخره وقتی که به خارج از کشور سفر کرد به خاطر کار کردن و پیدا کردن از قرض، در واقع باز عروسی بیچاره در داخل خانه که از چی میشه. باز میبینیم ما مشکلات خانوادگی خود را که در داخل خانه همیشه سرزنش میشه، همیشه طعنه میشه برش که تو آمدی که بچه ما اینطور شد، تو آمدی که بچه ما قرضدار شد، تو آمدی که بچه ما مسافر شد. اینی تو گفتن ها بالاخره اساس می جنجال های خانوادگی هست و این مشکلات عمده است که جوانان در واقع در این کشور دارن. خب دقیقاً توصیه که ما برای فامیلا داریم بینون یک جوان، البته نه که خدا نخواسته ما توصیه بکنیم که حتما این کارا بکنن، بینون یک جوان توصیه ما همی است که در روشنایی قرآن و سنت اگر واقعا ما والدین ما، پدر و مادر ما، باباهای ما که پدر بزرگهای ما میشن عمل بکنیم بدون شک هیچ نوع مشکل ایجاد نمیشه. و همی دور شدن ما در این طول تاریخ در این چند دهه اخیر از مسائل دینی و فهم دینی در واقع خود ازی باعث شده که ما در عنعنات وطنی خود، کهن خود، آبایی و اجدادی خود ثابت قدم تر باشیم نسبت به این که بریم به طرف اساسات دینی خود و این که دین چی گفته بر ما، این که پیامبر صلی الله علیه و آله امرای اصحابشان چی کردن، در این زمینه بر جوانان چی توصیه ها کردن. این مسائلی است که کلا در باب ازدواج مثلا چی توصیه های کردن که بهترین عروسی فکر میکنم که مهرش کمترین مهر باشه. ببینید این مسائلی است که وقتی کمترین مهر در اینجا خب متاسفانه که یک نوع خلط شده بین مهر و بین تویانه. به هر تقدیر بالاخره این مسائل است که پیش میاد و امیدوار هستم که پدرها و مادرها متوجه این قضایا باشن و نکنن زمینی فساد را برای جوانای خود مساعد نکنن. همه چیز دست پدر و مادر است و اگر پدر و مادر بخواد میتونه دختر خود را به یک جوانی که واقعا از لحاظ عقیده و باورهای دینی خوب است، خب بالا نمیگیم که کل جوانا را ما خدا نخواسته بی باور و بی عقیده بدانیم، منتها به تمام جوانا وقتی که میبینن خوب است از هر حیث مناسب هست کوشش بکنن که زمینه آسانتر را برای ازدواج فرزندای خود مساعد بکنن. خب بحث دیگهش مسئله کار و بیکاری هست و بحثی است که بالاخره او را هم آخرش چی میشه نمیدانیم. در رابطه با مشکلاتی که مواجه هستیم ما، مشکلات فراوانه، سر تا پای افغانستان مشکله، بالخصوص کسی که در چند مشکل در چند سختی وارد پانتون میشه و 4 سال سختی خود بدبختی خود در پانتون تیر مونه. بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد پس از دیدن این گزارش باز هم خدمت شما هستیم با برنامه قلب آسیا و موضوع برنامه مشکلات محصلین در افغانستان است که طی تقریبا 1 ساعت و 20 دقیقه داشتیم با مهمان برنامه استاد نورالله کوثر از کابل دیگه صحبت می کردیم. همکاران عزیز در اتاق فرمان شماره تلفن برنامه را زیرنویس کنند تا دوستان و بیننده های عزیز و خصوص محصلین عزیز ما بتوانند سوال های خود، پیشنهاد های خود
دیگه نظریات خود مطرح بکنن تا به گوش مسئولین دولتی افغانستان و کسایی که وظیفه در راستای خدمت به محصلین دارن دیگه بشنون و انشالله تا ای که بشنون و باز به او عمل کنن. خب به همکارای عزیز زیرنویس کردیم. خب استاد نورالله با ما از کابل هستند. استاد نورالله کوثر استاد دانشگاه با ما از کابل هستند و داشتیم در ارتباط به مشکلات محصلین به خصوص طبقه اونس قبل از گرفتن میان برنامه صحبت میکردیم. استاد شما بخش دوم گزارش تهیه شده در کابل که تعداد از محصلین عزیز داشتن مشکلاتشان ارائه کردن شنیدین؟ چیزی گفتنی دارین؟ طبعا ما هم به تایید فرمایشات اون محصلین و برخی از آنانی که منسوبین به دانشگاه هستند واقعا مشکل از او مشکل بجاست و مشکل از نبود کار و زمینه‌های شغلی، همچنان عدم تکافؤ اون نفقه فامیلی باعث می شود که محصل اکثرا در نیمه تحصیل خود را ترک میگن و رو به کار میکنن. اگر شما امروز ببینید اکثر مطلق کارگرای ما یا محصل هستند یا آنانی که تحصیلش را در نیمه گذاشتن. خب استاد گرامی بسیار میبخشین صحبتایتان هم قطع کردیم. بیننده داریم پشت خط تلفن با ما هستن، تماس ما میگیریم، انشالله باز خدمت شما خواهیم بود. بیننده عزیز سلام علیکم. سلام علیکم. خب مثل که تماسشان قطع شد. استاد در خدمتتان هستیم تا گرفتن تماس دیگره بفرمایید. بله. فلهذا این پانتون هایی که ما درس میدیم اکثرا دیده می شود که آنانی هستند تحصیلشان به نیمه گذاشته و یا آنانی که مامور و کارمند شدن و جای برای کار مجبور شدن در قبال کار دومشان تحصیل است. یعنی این یک مشکل عمده است که فقر و تنگدستی و عدم شغل کافی باعث به این شده که نتوانستیم ما تحصیلات خود را اکثرا به پایان برسانیم. تحصیل در ابتدا گذاشته به کار رفتیم و بعد از کار دوم تحصیل شده، حالان که در سایر کشورها و سایر جوامع و ملل دیده می شود که در پهلوی تحصیل هیچ کاری اجازه نیست. کشورهایی داریم که لیسانس یا جواز کار تا مادامی که تحصیل تمام نشده برای کارگر صادر نمی کنند و زمانی که کارگر در حین کار است برایش جواز تحصیلی نمیده، این اجازه تحصیل نداره، حالان که یک کسی شبانه کار میکنه ولی روز تحصیل میکنه. خود در اکثر کشورها این کار اجازه نیست برایش. این تحصیل یک شغل تمام، یک وظیفه علاهده مکمل است که به اصطلاح انگلیس ها فول تایم میخواد، یعنی وقت مکمل میخواد برای. متاسفانه که اینجا ما وقت فارغ خود برخن به تحصیل میتیم و این مشکلاتی است که محصلین به اشارات داشتن، ما هم با اونا موافق هستم. خب استاد محترم میریم به سراغ بیننده مثل که تلفنشان وصل شد. سلام علیکم برادر عزیز. بیننده عزیز سلام علیکم، صدای ما را میشنوین؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. برنامه قلب آسیا، موضوع برنامه مشکلات محصلین. بفرمایید خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین برادر؟ ما اول خود خوش هستم که امروز شما تماس شدم. سلامت باشین. احمد زیاستم از کابل صحبت میکنم. امروز شما خوش هستم سر شما دوستانی که مجاهدین دایات. سلامت باشین. بله. بفرمایید برادر، صدای شما را داریم، بفرمایید. فعلا من تصویر شما را از طریق تلویزیون میدونم. بسیار خوش هستم. مهمان گرامیتان استاد نورالله کوثر. استاد اگر صحبت‌های ما را از طریق گوشی تلفن بشنوین خیلی خوب میشه، به خاطر از اینکه صحبت‌ها تقریبا 10 ثانیه بعد به شما میرسه. از طریق گوشی تلفن اگر بشنوین بهتر است. خوب بسیار خوب. ما تلویزیون سرش پخش است. ما از طریق گوشی میشنم. پیشنهاد در تمام میرسیم. پیشنهاد بود که به خاطر موضوع دکای جوانان و عروسی‌های که فعلا در مطالعه کابل مروج است، عروسی‌های خلاف شریعت، خلاف اصول دین، دیگر مصالح گزافی که برای جوانان است و این اصلا پیشنهاد بود که برای فامیلا، برای دوستا، برای مسلمانای افغانستان
یک سرحال بیان با مقام سنگ بزنن به قرآن، به سنت، به دین مراجعه کنن که دیدگاه دین اصول ازدواج بچه شگن از بچه حکم داره و مصارف گزافه که در متنام میشه و از این پول مردم استفاده سو میکنن. به این اساس نظر من بود که اگر بتونن خود مردم کوشش کنن که مصارف عروسی و مصارف گزافه متوجه شوند و از اصراف زیاد جلوگیری شود. ما نظر من بود که من شما از برنامه شما بسیار تشکر. سلامت باشین برادر احمد زیا، سلامت باشین. سلامت باشین. یک نظر پیشنهاد ما داشتم که اگر چون استاد مولانا کوثر که استاد مردمی که دعوت شماست، اگر در آن پروگرام آینده استاد عبدالظاهر دایی را مگر شما دعوت کنید خوش میشه. ان شاء الله. تشکر. سلامت باشین. از نظرتان تشکر برادر عزیز و تقریبا دوستای عزیز. اگر شما برادر احمد زیا حالا ان شاء الله از طریق پرده صدای مرا میشنید، از طریق پرده تلویزیون، در ارتباط با عروسی و بدعات و خرافات و بالاخره اسراف هایی که در عروسی ها چه در افغانستان است و چه در کشورهای اسلامی دیگر، در ارتباط تقریبا ما در برنامه سفره دل دیگه استاد فضل الحق سلیمانی فکر کنم با مهمانای عزیزشان دیگه بسیار مفصل صحبت های زیاده کردن و ما ان شاء الله باز هم در برنامه های دیگر در ارتباط یادآوری خواهد کردیم. خب میریم به سراغ بیننده دیگر. سلام علیکم برادر عزیز. و علیکم السلام. شما خوب؟ بفرمایید برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟ قلب آسیا، حشمت الله هستم، از افغانستان با تماس شدیم. بفرما حشمت الله جان. صدای ما را اگه از طریق گوشی تلفنت بشنوی برادر عزیز خیلی خوب میشه. چرا صحبت های تکرار میشه برادر از طریق گوشی تلفن؟ بفرما. بله مولانا میخواستم برسان کنم که حضرت مولانا صاحب مجیب رحمان در این محفل نبود. هدفتان در این برنامه است برادر. انشالله در برنامه آینده انشالله خواد بودن. کدام نظر دیگر ندارین؟ سوال یا پیشنهاد مشخص دیگر؟ نه. سلامت باشین برادر. تشکر. سلامت باشین. خب بیننده بعدی وجود نداره؟ نه بیننده نداریم. خب جناب استاد کوثر صدای ما را میشنوین ان شاء الله؟ صدای ما را میشنوین استاد کوثر؟ بله در خدمت شما هستم. بله تشکر. جناب استاد، ما صحبت هایی داشتیم در مورد مشکلات محصلین در دانشگاه های افغانستان و حتی محصلین افغان که در خارج از افغانستان مصروف تحصیل هستند و متوجه مشکلات هستند. امروزه در افغانستان مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی بگیم یا دانشگاه های خصوصی که برای انداخته شده و تقریبا در هر کوچه و سرک کابل اگر ما سر بزنیم لوحه ها و اعلانات این دانشگاه ها را میبینیم. به نظر شما این دانشگاه ها چقدر برای ملت افغانستان مفید بوده و همچنین آیا محصلینی که در دانشگاه ها مصروف تحصیل هستند آنها هم دچار مشکلات هستند و یا خیر؟ بله، این دانشگاه ها یک دو جنبه داره. از یک طرف که خیلی برای دولت امید و کمک واقع شد، آن ظرفیت هایی را که دولت نمیتونست جذب کنه و ظرفیت جذب از او را نداشت، این مؤسسات توانستند اون خلا را مملو و پر بسازند. از طرف هم یک نوع یک فضای ناسالم رقابت بار آمده. متاسفانه که دانشگاه ها و مؤسسات خصوصی یک قسم از معیار افتیدن. بعضشان البته، کلشان نمیگم، یک ایدهشان یعنی از معیار افتیده. یک خوبی های هم داشته. خوبی هایی بوده که تعداد زیادی از محصلین، یعنی دانشگاه ها در افغانستان به 82 یا بالاتر از دانشگاه های خصوصی یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میرسند که این یک رقم واقعا چشمگیر است، خصوصا در ولایت های درجه یک و مرکز کابل، هرات، مزار،
جلال آباد و قندهار و امثال از این از یک طرف. از طرف دیگه هم دیده می شود که میخواهند که سر رقابت را با پانتون‌های دولتی بلند کنند و این یک فکر کنیم که شاید زیاد به نفع کشور نباشه. طبیعی است که مؤسسات خصوصی برمیگردد منافع و ضررش به یک عده از مردم محدود، اما آنچه که دولتی است به تمام ملت برمیگردد. محصلینی که در مؤسسات خصوصی درس میخوانند نسبتا خود را آزاد احساس میکنند، خود را از قیودات فارغ احساس میکنند نسبت به محصلینی که در پانتون‌های دولتی مصروف تعلیم و تدریس و فراگیری هستند. به او اساس هر دو طرف یک سلسله مشکلات خود را داره و محصلین را نمیتونه آدم مقایسه کنه که آیا محصلین مؤسسات خصوصی یا دولتی کدامش خیلی یعنی زیاد چیز گیرا هستن و زیاد چیز گرفتن. اما یک موضوعی را که آدم میتونه خیلی به اطمینان بگه طبق قوانین افغانستان و طبق آن لوایح و مقرراتی که وزارت محترم تحصیلات عالی داره، هیچ امتیاز میان پانتون‌های دولتی و میان پانتون‌های خصوصی نیست و هیچ امتیازی هم میان یک مؤسسه تا مؤسسه دیگری در سند و در دیپلم نیست. اما دیپلم را اعتراف میکنه دولت بر 16 بودن آن که 16 پاس است و یا لیسانس است، اما چی از دولتی صادر شده باشه عین اعتبار داره و چی از مؤسسات خصوصی صادر شده باشه عین اعتبار داره. خب استاد فکر کنم که علت عمده نبود استادهایی که با درجات علمی عالی‌تر مثل درجه دکترا دیگه در عده از دانشگاه‌های مهم کشور مصروف نیستند، شاید هم همین دیگه مؤسسه تحصیلات عالی باشه که اینا البته با اعطای حقوق یا دستمزد یا تنخواه بیشتر اونا را تانستن جلب کنن. چرا که طبق آماری که ما در سایت وزارت تحصیلات عالی دیدیم تقریبا ما به تعداد حدوداً 16 نفر در دکترا در دانشگاه ننگرهار و 6 نفر دکترا در دانشگاه بلخ و 2 نفر دکترا در هرات و تقریبا اکثریت دانشگاه‌های افغانستان دیگه از داشتن استادهای به درجه دکترا محروم هستند. شاید گفتم که علتش بر بگرده به اینکه مؤسسات تحصیلات عالی با اعطای دستمزد بیشتر و حقوق بیشتر تانسته که این تعداد جلب بکنه و همچنین طوری که شما میدانید بیشتر از کادرهای علمی ما که از کشورهای مختلف جهان به خصوص کشورهای همسایه و کشورهای عربی فارغ شدند، اینا اکثر به دنبال دیگه حقوق بیشتر هستند و جلب وزارت‌های مختلف دیگه میشن. استاد در خدمتتان هستیم، بفرمایید. ما هم به نوبه خود این فرمایشات شما را تایید میکنم. واقعا دیده می شود که با عدم وجود جذب کادرها و اعطای حقوق محدود دانشمندان مجبور میشه به مؤسسات خصوصی. یعنی خودم در یک وقت در طول یک هفته در 4 مؤسسه خصوصی ما درس میکنم. در 4 مؤسسه خصوصی در یک وقت در پهلوی از اینکه کادر علمی هستم و یعنی حاضری کادری داریم به دولت، ولی قبل از وقت و بعد از وقت، یعنی قبل از وقت رسمیات و بعد از وقت رسمیات در یک، یعنی معنای از این میته که آنچه که دولت برای میته تکافؤ مرا نمیکنه، مجبور یک روز به یک پانتون، روز دیگه به دیگه پانتون، روز دیگه به دیگه پانتون مصروف تدریس باشیم. و اگر تمام کادرهای علمی که در افغانستان هستند ببینین حتما در مؤسسات خصوصی مصروف تحصیل هستند، مصروف تعلیم هستند، تدریس هستند و بر محصلین روزانه لکچرهای تهیه میکنن و میتن و کتابایشان تدریس میشه و خودشان مصروف هستند. یعنی این بیانگر از این است که در کشور ما متاسفانه اون حقوق لازمی که باید برای یک کادر علمی داده شد نمیشد. یک بار ما در ترکیه یکی از سمینارها از یک پروفسور پهنتون که در پهنتون استانبول در تکنیکال کالج استانبول مصروف تدریس بود، از پرسان کردم، گفتم معاش شما چند است؟ گفت 3000 تیله در ماه، یعنی حوالی 2000 بالاتر از 2000 خورده دلار میشد در ماه، با وجودی که دولت برایشان موتر، خانه همه را مهیا ساخته. میگه من 3000 تیله برای من ماهانه میته و اون در هفته 3 روز مکلفیت دارم، 4 روز هفته را گفت من فارغ هستم.
یعنی او را اگر مقایسه کنی با یک دکتر و یک پوهاند افغانستان که آنانی که به درجه استادی و پوهاندی رسیدن و یا دکتر بسیار ناچیز است. بالاترین ماشی که ما برای یک دکتر و پوهاند میتیم حوالی 65,000 افغانی است. استاد اگر اجازه باشه یک بیننده ها پشت خط تلفن هستن، تماس از اونا رو میگیریم و باز پس برمیگردیم. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. از کجا صحبت میکنیم برادر؟ خود معرفی بکنیم. جانم من از کردستان مزاحم میشم. از کردستان. برادر عزیز، البته موضوع برنامه مشکلات محصلین است. بفرمایید. کردستان. الو. بفرمایید، خدمتتان هستیم. برادر عزیز بفرمایید، خدمتتان هستیم. الو. سلام علیکم. میشنوید صدای مرا؟ ما صدایتان داریم برادر. الو. بیننده گرامی، صدایتان ما میشنیم. اگر شما صدای ما را نمیشنوید شاید مشکلات نزد شما باشه، مشکلات گوشی داشته باشین. خب میریم به سراغ بیننده بعدی. البته شماره تلفن تازه ما روی پرده زیرنویس شده. بیننده های عزیز میتونن با تماس با این تلفنی که تازه زیرنویس شده تماس بگیرن. السلام علیکم بیننده عزیز. السلام علیکم. خب استاد گرامی، راجع به کادرهای علمی داشتیم صحبت میکردیم و ما مجبور هستیم که یک برنامه دیگر برای مشکلات استادهای دانشگاه دیگه تخصیص بدیم. یکی از گزارش هایی که جلب توجه میکرد استاد توسط یکی از رسانه‌ها پخش شده بود، دیگه نبود کادر علمی در تعداد از دانشگاه های افغانستان. شما باور بکنین که در یکی از دانشگاه های افغانستان فکر کنین در دانشکده انجینیری ما فقط تنها 2 استاد داریم و فکر کنین که یکی از مؤثرین شکایتشی بود که ما فعلا در سال 3 دانشکده یا دیپارتمنت فکر کنم کامپیوتر ساینس هستیم و تا حال دیگه کامپیوتر رویش ندیدیم و ماوس به دست نگرفتیم. بله. واقعا مشکل خیلی جدی است که ما در پهلوی از اینکه کمبود کادرها داریم، در پهلوی از یک مشکل عمده ما هم عدم داشتن لابراتوارهای معین. متاسفانه که در طول جنگ هایی که در افغانستان شد، در ایام اشغال روس افغانستان را که جهاد مقدس مردم افغانستان در مقابل روس، بعدها جنگ های داخلی که واقع شد و در 13 سال ما خیلی تاسیسات اساسی خود را از دست دادیم. از جمله لابراتوارهایی که ما در پانتون کابل داشتیم، لابراتواری که ما در پلی تکنیک داشتیم، لابراتواری که ما در علوم اجتماعی داشتیم. این لابراتوارها متاسفانه که امروز وجود نداره و ما قسمی که شما گفتین در برخی از پانزه ها اون اساسات ابتداییش وجود نداره. مثلا در کامپیوتر ساینس در بعض جا دیده می شود که تئوریکی درس داده میشه، در حالی که کامپیوتر یک بخش تئوری باشه، بخش اعظم از این پرکتیک است. یعنی اون ساحه پرکتیک متاسفانه که ما نداریم. به این شکل در رشته بیولوژی یا زیست شناسی، در رشته شیمیا و کیمیا، همچنان در علوم طبی و در وترنری، همچنان در فارماسی، در این پانزه دیده می شود که نبود مواد لازم درسی کافی. این یک مشکل جدی است. آنچه که شما از گزارش نشر کردین و محصلین شکوه داشتن، واقعا ما او را بجا می‌دانیم. جناب استاد، شما اشاره کردین از نبود لابراتوار در دانشگاه های افغانستان. میم طرف مکتبه ها یا کتابخانه ها، آیا در دانشگاه های افغانستان مکتبه های معیاری و کتابخانه های معیاری هست که محصلین از آن اشباع شوند؟ به آن پیمانه‌ای که تقاضای محصلین است متاسفانه که نه. ما این 2 سیستمی که در دنیا امروز ما رایج است، سیستم های دیوی و کانگرس، این سیستم ها متاسفانه که کنگره‌ای و یا هم دیوی، اول خود کتابخانه ها به این شکل جور نشده است متاسفانه. بعضا دوم کتاب هایی که است یا منابع خیلی قدیمی است، بعضی آن منابع خیلی قدیمی است، خصوصا که در علوم تجربی اصلا کارا نیست. شما میدانید که در بعضی از علوم تجربی، خصوصا علوم فیزیولوژی انسان و علوم طبابت، آناتومی
و در این علوم از 4 سال تحقیق 4 سال گذشتن به بعد او طرف نتیجه نمیده. یعنی هر باید به اصطلاح خودشان آپدیت باشه، یک تازه باشه. متاسفانه که ما کتاب‌هایی داریم که از چاپ 1971، کتاب‌هایی داریم که چاپ 65 1965، کتابی داریم که 18 فلان و استاد باز به اجازه شما میریم به سراغ بیننده های ما. یکی دو بیننده را پشت خط تلفن داریم. سلام علیکم برادر. سلام علیکم برادر، خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین؟ عبدالباسط هستم از زاهدان. عبدالباسط از زاهدان. برادر عبدالباسط، موضوع برنامه مشکلات محصلین است، بفرمایید صحبت کنید. از طریق گوشی تلفن اگر صدای ما را بشنوین بهتر است. مشکلی که مشکلات فنی داریم. خب بیننده بعدی. سلام علیکم. نمیفهم که مشکلات از طرف ماست یا از جانب بیننده های ما. دوستان عزیز در اتاق کنترل اگر مشکل هست مشکل رفع کنن. مشکل تلفن بود و شماره تازه تلفن زیرنویس کردیم و باز مشکل رفع شد. خب بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، از کجا صحبت میکنین خودت؟ بفرمایید خدمتتان است. بفرمایید صدایتان ما داریم. الو. بفرمایید. سلام علیکم، صدای ما را میشنین برادر؟ حال شما خوب است گرامی؟ لطف پروردگار الحمدلله. بفرمایید. الله متعال شما را کنه. سلامت باشین، شما را همچنین. نظری نداشتم ولی خیلی از برنامه تشکر میکنم. چون شما استاد نورالله عزیز، شما سلامت باشین. خوشا میکنید. الله متعال شما را کنه. خیلی دوستم دارم به خدا. خودم بچه‌م زنم. شب برنامه‌تون نبینیم واقعا دلتنگ میشیم. سلامت باشین. حسن نظر شماست، حسن ظن شماست درباره ما. سلامت باشین برادر. خدا کنه که بتانیم رضایت شما و قبل از همه چیز رضایت الله متعال را دیگه کسب بکنیم. خب استاد گرامی، استاد کوثر، خب باز هم بیننده های دیگه پشت خط هستن، مثل که مشکل فنی ما رفع شد. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر. وصال حق با شما هستیم، شبکه جانی وصال حق. خود معرفی کنین برادر، از کجا صحبت میکنین؟ قدیر هستم از انگلیس. عبدالقدیر. تشکر برادر عبدالقدیر، بفرمایید. سلام عرض میکنم. من یک گفتنی داشتم از چیزی محصل نه؟ بله برادر. که ما شما داریم محصل عرفایشی و گبایشی کاملا درسته، مگر یک چیز دیگه است. ما خود مسافرت زیاد کردیم، کموتومی که در افغانستان درس خواندم. باز مردم افغانستان یک قسم غرور دیگه داره، مثل مردم ایران یا مردم اروپا یا کسایی مثل مردم های ترکیه وری نیست. غرور جایی تو باعث میشه که برادر اگر من تحصیل کردم 12 سال یا 15 سال هر چی و میگه من کاملا یا دکتر باشم یا انجینر باشم. خب اینجا در کشورهای اینجا که است اما انجینر هم کارگری میکنه، هم انجینری خور میکنه، دکتر هم اما هم دکتری خور، هر کاری گیر آمد بریش تن میدن. مردم افغانستان یک قسم داره که میگه برادر من برای دکتر هستم چه دیگه کار کنم. در افغانستان امروز پاکستانی ها تقریبا 80-90 هزار نفر کار میکنه، اما نه هم انجینر است هم دکتر است، هر کار میکنه. وقتی که انجینری یا دکتری یا چی دیگه کار گیر نامد و هر کار انجام میده. واقعا متاسفانه ملت افغانستان که هست میگه کل ما برادر حالا ببین مثل سابقه را میجا نفر آمده پولدار میگه ما در روسیه تحصیل کردیم، در فلانی جای تحصیل کردیم برادر، ولی ما بچه دگرول هستیم کارو نمیکنم. اینجا ایرانی هستن کار میکنن، انجینر هم هست، دکتر هم خیلی تحصیلات عالی دارن، ولی هر کاری که گیرش آمد همه کار میکنه تا کاری واقعی که اما شغلش خوانده و هم گیرش میه. ما در افغانستان امروز اطراف ها رو اعلا کردیم، دهقانی است. خود برو یک دستگاه پیشرفته از یک کشور دیگه بیاد
خود چرک یک کشوری که برادر مسی کرده یا کسای دیگه رسی کارت خود میدونید که این مردم ها در قصه کشور نیست، در قصه فرهنگ نیست. دیگه دنبال از چی بگردیم که یارو ملامت کنیم ولی دولت ما اینطور نمیکار است فلانی نمیکار است. باز همین مردم که شکایت کرد باز خودش میره در موضوع آدم رای میده. خب برادر عبدالقدیر سلامت باشین، از نظرتان و پیشنهادتان گرفتیم و سلامت باشین برادر عزیز، سلامت باشین. ما هم به تایید برادر صحبت‌های برادر ما عبدالقدیر که از انگلیس صحبت داشتن، واقعا ما یکی از مشکلات عمده افغانایی است که احیانا دیگه اگر واقعیت بگیم غرور بیجا در ذهنیت افغان ها وجود داره و متاسفانه ما در کشورهای زیاد تحصیل کرده ها در رشته های مختلف میبینیم و با چشم سر مشاهده میکنیم که سند و مدرک تحصیلی عالی داره، اما وقتی که کار گیرش نامده، کار برش میسر نشده در عرصه تخصصش، در زمینه تخصصش رفته به کار دیگر دست داده. همچنین برادر عبدالقدیر خان گفتن که کسایی که تحصیل میکنن دیگه اکثرا دنبال از هستند که باید در مرکز باشن یا در پایتخت یا در مراکز شهرها. نه، ما باید شهرستان ها و ولسوالی ها و قریه های ما را هم دیگه در رشد و شکوفاییش دیگه توجه بکنیم. خب بیننده بعدی را میگیریم. سلام علیکم بیننده عزیز. سلام علیکم. سلام علیکم. خب استاد نورالله خان با ما هستیم؟ بله بله. خب استاد پیش از که با ما باشیم باز هم یک تماس دیگر کسی دیگر از بیننده ها پشت خط هستن، تماس هم میگیریم ان شاء الله باز خدمتتان خواهد بودیم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر عزیز، بفرمایید خود معرفی کنین. من سعید یوسف هستم از ایران تماس میگیرم. سعید یوسف، برادر سعید یوسف از ایران، بفرمایید برادر عزیز خدمتتان هستیم. موضوع برنامه البته مشکلات محصلین در شما با خصوصا با کارکنان شبکه سال هفت اگر از گوشی تلفن برادر عزیز صدای ما را بشنویم خیلی خوب است. چشم حتما. چرا حرفای ما داره تکرار میشه، ما میشنیم. بفرمایید برادر. الو. از طریق گوشی برادر عزیز، از طریق گوشی با ما صحبت کنیم. حتما. بفرمایید خدمتتان هستیم. برادر عزیز سعید یوسف. خب میریم به سراغ بیننده بعدی، کسی دیگر هم پشت خط داریم. سلام علیکم. مثل که همه آقای سعید یوسف پشت خط بودن، دوباره تماس برقرار نشد. خب بسیار با عرض معذرت استاد نورالله، دیگه هرگاهی که ما خواستیم که با شما صحبت بکنیم میبینیم که تلفن اشاره میکنه دوستا و کسی دیگر پشت خط است. دیگه خدمتتان هستیم، بفرمایید استاد محترم. خیلی خوب. ما هم به نوبه خود تشکری میکنم از بینندگان و علاقمندان که تماس گرفتن و برنامه خودشان را خوب گوش فرا داده بودن و نظریات داشتن. برادرمون که از انگلستان صحبت کردن واقعا نظریات خوب داشتن. محمد یوسفی که خواستن حرف خود بگوین ولی متاسفانه قطع شد. ما در مقدمه از دوستا میخوایم هرگاه که با ما میخواین تماس بگیرن صدای تلویزیون خود کلا خاموش کنن و با یک فاصله کمتر از تلویزیون از گوشی صدای ما را بشنون. صدای برنامه را خیلی برای خودشان هم راحت تر است و اخلال برای ما نمیشه و از ضیاع وقت هم جلوگیری میشه. دوستانی که من بعد تماس میگیرن این است. ما واقعا مشکلات متعددی داریم در عرصه تحصیلی و تعلیمی در دانشگاه های خود، اما ما در صدد راه حل های از این هم باید باشیم که راه حل های یک برنامه علایدی میخواد که ما یک برنامه علایدی روی آن مشکلاتی که محصلین گفتن ما جسته یاد کردیم و قسمتش شما گردنده و همکارای محترممان شما فرمودید. این در مجموع نیازمند یک برنامه ویژه و علایدی است که راه حل های برای این مشکلاتی که ما در این برنامه گفتیم برای راه حل های شود
اما در خب البته استاد گرامی فکر کنم که راه حل ها بیشتر پیش دولت مردای ما باشه، مسئولین دیگه وزارت تحصیلات عالی دیگه از رئیس جمهور گرفته الا ما تحتهم که هر کسی که هست و در رابطه به تحصیلات و تحصیلات عالی دیگه به این ارتباط داره، فکر کنم که راه حل ها ما فقط هدف ما از طریق بعضی رساندن پیام مردم است، رساندن مشکلات مردم است که مردم اینطور مشکلات داره و البته بعضی راه حل ها بعضی راه چاره ها را شما هم اشاره میکنین، کارشناسای برنامه هم اشاره میکنه و مرحله بعدیش هم میگذاریم به دوش دولت مرد. استاد کاملا شما درست میگید. بفرمایید استاد، خدمتتان هستیم. بفرمایید، من صحبتاتون قطع کردم. خواهش میکنم، شما خوب فرمودید. بدین اساس ما نیاز داریم تا یک حرکت خودی هم داشته باشیم و یک حرکت خودجوش داشته باشیم برای اصلاح این نابهنجاری هایی که ما در عرصه تحصیل و تعلیم خود به ویژه جوانان و محصلین با دو دست و پنجه نرم میکنیم. برای از این یک فکر خودی هم باید داشته باشیم، یعنی ما اگر تمام مسئولیت را به دوش دولت و دولت مردها بگذاریم شاید اونا در تمام عمر هم بیکار نشن برای از این، ولی خود ما آیسته آیسته یک زمینه بسازیم. ما در زبان عامیانه ما یک مسئله داریم که هرگاه طفل گریه نکنه مادر برای شیر نمیده. این گریه باید به نحو از طرف ما باشه. ما هم استاد امروز فکر کنم مسئولین هم گریه کردن و شما هم گریه کردین و ما هم گریه کردیم به حیث طفل شیرخوار. پس منتظر هستیم که مادر ما چی وقت برای ما شیر بده. ولی واقعا ما هم تمنا از مادر بزرگمون دولت داریم که به گریه من توجه کنه. خب به نظر شما استاد راه حل ها را شما داشتین میگفتین، به نظر شما کدام چیزها میتونه که مشکلات محصل کم بکنه؟ به شکل نقطه‌وار، چون وقت برنامه ما هم رو به پایان هست، دقایق آخری از برنامه هست، تا ما بتوانیم همراه ذکر کردن مشکلات یک تعداد از راه حل ها را هم برای بیننده های عزیز خود تقدیم بکنیم. آنچه که ما راه حل های طولانی داریم طبعا مستلزم یک برنامه علاوه است، ولی به طور فشرده در مقدمات گفته میتونیم در قدم نخست یک نصاب تحصیلی و تعلیمی که اون مورد نظارت کمیته های غیر از تدریسی باشه، این یک راه حل. دوم، در ساختار داخلی پوهنتون و در رشد کادرهای علمی یک قدم فراتر باید گذاشته شود. یعنی می بایست که تمام فاکولته هایی که در داخل کابل است برای از این ماستری های گذاشته میشد که تا از کادرهای موجود و کادرهای از بیرون این استادای موجودی از یا به سویه ماستر و فوق ماستر ارتقا میافت. ما امروز به صدها استاد لیسانسه داریم که حتی برخی‌ها به مرتبه استادی و یا پوهاندی رسیدن، ولی متاسفانه تا امروز هم مدرکشان از لیسانس به بالا نیست. برای از این هم برای رشد و ارتقای ظرفیت از یا میشد و برای محصلین یک انگیزه فراسنفی داده میشد که آنچه که در صنف خوانده میشه یک راهنمود است، نه تمام آنچه که نیاز این علم است برای محصلین باید داده شود. و به مثل از این سلسله نکاتی که دولت و نهادهای تحصیلی باید توجه کنن و اون مراکز اکادمیک و علمی باید توجه کنن، این راه حل ها را ما میخوایم که در تفصیل به عنوان یک طرح به خدمت دولت و دولت مردای ما پیش کنیم. خب جناب استاد محترم، اینجا دقایق آخرین برنامه ما هست و برنامه هم رو به پایان هست. در ابتدا از شما تشکر میکنیم که از وقت گرانبهایتان برای برنامه ما و برای برنامه خودتان در حقیقت وقت دادین و آمدین ما را تا الان همراهی کردین. به طور پیام آخری شما برای ملت افغانستان و خصوصا طبقه محصلین چی بوده میتونه؟ ما به ملت نجیب و با عزت خود و به مسلمین و به ویژه ملت خود پیام داریم که مجد و کیان و عزت و شرف ما در علم و تعلیم و تحصیل ما نهفته است. آن مجد و شرف و آبرویی که پدران ما داشتن و گذشته های ما با افتخار داشتن التزام به شریعت اسلامی داشتن، و اون مجد دوباره ما تلاش کنیم به دست بیاریم و از راه تحصیل، تعلیم و فراگیری علم و گسترش علم
و همچنان بلند بردن ارتقاء سطح تحصیلی خود و ارتقای ظرفیت‌های ما بتوانیم که دوباره اون مجد و شرف گذشته خود به دست بیاریم. در این عرصه از ملت و از بویژه محصلین میخوایم که تلاش خستگی ناپذیر را به خرج دهد و این یکی از واجبه ملی و دینی خود بدانیم. خب تشکر میکنیم جناب استاد نورالله کوثر، استاد دانشگاه که تا این لحظات برنامه ما را همراهی کردین. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در برنامه‌های بعدی نیز از تجارب شما و از معلومات دینی و فرهنگی شما برای بهبود و نشر دعوت و تبلیغ اسلام و برای بیداری ذهنی و انکشاف روحی ملت افغانستان ان شاء الله استفاده خواهیم کرد و شما را تا آن وقت به الله یکتا میسپاریم. استاد عزیز، الله حافظ و ناصرتان. خب بیننده های عزیز و گرامی، تقریبا رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته قلب آسیا که از طریق شبکه جهانی وصال حق به آن میدیدید. موضوع این هفته برنامه ما جناب همکار عزیز رحیمی صاحب راجع به مشکلات محصلین بود که با ارائه گزارش تصویری از عده از دانشگاه‌های کابل ما تونستیم به شکل مستند برای اولین بار بعضی مشکلات محصلین از طریق این برنامه. جناب استاد ببخشید، البته اینجا بجاست که از دوستی عزیزی که ما را در این باره همکاری کردن و این گزارش از کابل تهیه کردن و برای ما فرستادن، از اونم تشکری بکنید. طبعا اکید. خب در دقایق پایانی با تشکر از همه دوستان یک بار دیگر متذکر میشم که موضوع برنامه مشکلات محصلین بود و میتونیم به طور عمده و اساسی به مشکلاتی که محصلین اشاره کردند اشاره کنیم که البته نکته عمده و اساسیش نبود استادهای مجرب با داشتن البته مدارک عالی و مشکل عمده دوم کهنگی سیستم درسی یا به عبارت دیگر عدم عیار ساختن آن به طبق نیازهای عصر و همچنین نبود امکانات و تجهیزات در این دانشگاه ها که البته از کتابخانه و لابراتوارها و امثال هم صحبت میشه. خب بیننده های عزیز و گرامی، به اتفاق همکار عزیزم استاد امام الدین رحیمی. بله. خب قبل از خداحافظی برای بیننده های عزیز اینا میخوایم بگیم که کسایی که برنامه را دیدن و میخوان که اگر دوباره تکرارش ببینن، البته تکرار برنامه فردا شب ساعت 12 شب به وقت مکه مکرمه و ساعت 1:30 شب به وقت کابل و تهران می شود و همچنین روز چهارشنبه البته از ساعت 5 الی 7 به وقت کابل تهران می توانند این برنامه را دوباره ببینن و همچنین برنامه ما را از در صفحه فیسبوک برنامه نیز دیده می توانند که صفحه فیسبوک ما در خلال برنامه زیرنویس شد و بیننده های عزیز ما می توانند که در آنجا هم برنامه را دنبال بکنند. خوب، در آخر از بیننده های عزیزی که نتونستیم صدایشان بشنویم، نتونستیم دیگه تماسایشان البته به علت مشکلات فنی دریافت کنیم، از اونا معذرت میخوایم و از کسایی که صحبت کردن از اونها اظهار تشکری داریم. از جناب استاد نورالله هم اظهار تشکری داریم. در پایان از همه بیننده های عزیز به اتفاق همکار عزیزم استاد امام الدین رحیمی، شما عزیزان را تا دیدار آینده به پناه واحد یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.